بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت و کارشناس برنامه حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی که در استودیو تشریف دارن و لبخند میزنن به طرف ما. شما من در خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که با حجت بی حجت اوقات خوشی رو انشاءالله سپری بکنیم. برای بینندگان عزیز و گرامی، همونطوری که در بیش از 77 قسمتی که گذشت شما عزیزان شاهد بودید که ما مطالب خیلی مهمی رو در مورد اصول دین و اعتقادات شیعیان اثنا عشری از کتاب حجت که یکی از کتاب‌های مهم در کتاب الکافی است و همونطوری که می‌دونید کتاب کافی صحیح‌ترین کتاب و دارای منزلت بسیار بالا در نزد شیعیان اثنا عشری بعد از قرآن کریم است. حالا اگر به قرآنی که ما داریم ایمان و اعتقاد داشته باشن و آنچه که در این کتاب اومده در باره قرآن کریم، همونطوری که میدونید میگن قرآن اصلی رو امام زمان برداشته با خودش برده و 17,000 آیه بوده و این قرآنی که در دست ماست تحریف شده است و در ابواب مختلف در کتاب کافی در اثبات تحریف قرآن روایت‌های فراوانی آورده و خود آقای کلینی هم قائل به تحریف قرآن بوده. انشاءالله در قسمت‌های آینده و در این قسمت ادامه همین کتاب حجت رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و مانند همیشه با دلیل و با مدرک و با نشون دادن کتاب‌های خودشون و اسناد و مدارکی که دیگه جای هیچ شبهه و انکار برای انسانی که در پی حق و حقیقت باشه نمیگذاره. همچنین در طی قسمت‌های گذشته و همچنین این قسمت و قسمت‌های آینده سوالاتی مطرح شده و مطرح خواهد شد که یقین داریم هیچ گونه جوابی در نزد آخوندهای شیعه اثنا عشری و مراجع تقلید اونها نیست برای این حرفا و اگر کسی دنبال حق و حقیقت باشه همین برنامه اتمام حجتی است بر اینکه حجت‌هایی که ادعا می‌کنند بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به نص قرآن کریم به عنوان امام فرستاده شدن هیچ حجتی در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره. حضرت استاد در خدمت شما هستیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمندی که در حلقه های گذشته این برنامه رو پیگیری کردند به این نتیجه رسیدند و مستحضر هستند که روال برنامه وقتی که ما یک بابی رو بررسی میکنیم بعد از بررسی ابواب نص و اشاره و موالید ائمه پرداختیم به کتاب حجت. از ابتدای کتاب حجت آغاز کردیم و بیشتر تمرکزمون روی آیاتی بوده که در این کتاب و بخش در واقع از آن استدلال شده و رسوایی این استدلال ها و بطلان این استدلال ها رو قبل از این که از کلام اهل سنت ثابت بکنیم، از کلام خود شیعه، از علمای شیعه و حتی از خود کتاب کافی تناقضاتی که وجود داره این استدلال ها برای بینندگان عزیز کاملا واضح و آشکار شد. بر همین منوال در بابی که امروز پیش رو داریم باب 78 این کتاب هست، در جلد 1 صفحه 210 بابی را عنوان کرده به این عنوان که ان اهل الذکر الذین امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه علیهم السلام، که اهل ذکری که در قرآن اومده و الله متعال امر کرده که از آنها سوال بکنید، آنها اهل رسول الله که همون ائمه هستند، یعنی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را اون افراد برگزیده و که انتخاب کردن شیعه به عنوان امامان خودشون ادعا کردند که اهل ذکر در قرآن که ذکر شده و دستور داده شده که به اهل ذکر مراجعه بکنیم و از آنها سوال بکنیم، این اهل ذکر ائمه شیعه در واقع هستند.
به صورت کلی این مطلب رو من بارها عرض کردم که یکی از امتیازات کتاب اصول کافی استدلال‌های بیجا و ناشیانه از آیات قرآن کریم هست. یا تحریف لفظی کرده، یعنی خود آیه رو تغییر داده، تحریفش کرده، یا تحریف معنوی کرده، استدلال‌های بیجا و ناشیانه‌ای کرده، هم در روایات ضعیف و هم در روایاتی که صحیح هستند. متاسفانه در بسیاری از روایاتی که از دیدگاه محدثین شیعه مانند علامه مجلسی روایات رو نقد کرده و نهایتاً به این نتیجه رسیده که این روایات صحیح هستند، بازم میبینیم که در خود همین روایات صحیح هم تناقض وجود دارد و دلیل بر این هست که یا آقای کلینی یا راویان شیعه یا امامان شیعه، یکی از این سه گروه در واقع اومدند و با آیات قرآن بازی کردند و آیات قرآن را به تمسخر گرفتند، آیات قرآن را از ما قبل و ما بعد خودش بریدند و استدلال‌های جاهلانه و بیجایی را از این آیات قرآن در واقع مطرح کردند که به مرور زمان الحمدلله من امیدوار هستم که یک روزی شیعیان بیدار بشوند و کتاب اصول کافی را با تدبر و تعقل مطالعه بکنند تا اینکه متوجه بشوند که ضربه ای را که کتاب اصول کافی به قرآن زده، استدلال‌های بیجا و ناشیانه از قرآن کریم به اندازه‌ای که در این کتاب وجود دارد در هیچ کتاب دیگری وجود ندارد. صدها آیه فقط در بخش اصول کافی هست که یا تحریف کرده اونها را، تحریفشون یا لفظی هست یا معنوی هست یا استدلال‌های بیجا و متناقض و متضادی رو از این آیات در واقع کرده که ما بخشی از این موارد را خدمت بینندگان عزیز بیان کردیم. در جلسه امروز هم میپردازیم به این باب که باب ان اهل الذکر الذین امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه علیهم السلام. در این باب قطع نظر من بعد از این که صفحه 210 هست، بعد از این که از ابتدای کتاب حجت شروع کردیم من کمتر روی راویان شیعه بحث کردم و اکتفا کردیم به همون نظری که آقای مدرسی در کتاب مرآت العقول بیان کرده بود. در این باب هم 9 روایت وجود دارد که تعدادی 4-5 روایتی رو آقای مدرسی گفتند که این روایات صحیح هستند. اگر این روایات صحیح باشند به معنی عدم صحت مذهب شیعه و عدم امامت امامان شیعه هست. اگر صحیح نباشند بازم به معنی بطلان روایات شیعه هست. چگونه روایاتی رو که راویان جعل کردند شما صحیح میگویید؟ اگر صحیح هست چگونه امامان شما برخلاف قرآن استدلال‌های متضادی رو کردند که با بقیه آیات قرآن در واقع هیچ گونه سازگاری و همخوانی را ندارد؟ در هر دو صورت این لطمه‌ای هست و اهانتی هست به ائمه و بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر سند جعلی هست دروغ، خب افترا به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم گناهی نابخشودنی هست. اگر صحیح هست و ائمه این حرف رو زدن یعنی این که ائمه هیچ گونه علمی رو و آشنایی رو با قرآن کریم نداشتند و دیده و دانسته می‌خواستند که شیعیان رو گمراه بکنند با استدلال‌های باطلی که از آیات قرآن کردند. هر دو این گزینه‌ها رو که شیعه می‌پذیرند ما حرفی نداریم و یا اینکه پاسخ به علمی بدن به این روایات و تناقضاتی که در اینها در واقع وجود داره. در این باب اومده با یکی از آیات قرآن کریم در واقع بازی کردن، آیه رو قطع و برید کردن، از ما قبل و ما بعدش جدا کردن تا اینکه یک مفهومی رو به بیننده برسونن. این قطع و برید را یا این نادیده گرفتن سیاق و سباق آیه رو کلینی انجام داده یا راویان شیعه انجام دادند یا ائمه شیعه انجام دادند. کسی دیگر در اینجا متهم نیست. این کتاب را آقای کلینی جمع آوری کرده، راویان هم راویان شیعه هستند، اون کسانی که از اونها نقل شده ائمه شیعه هستند. یکی از این سه گروه در واقع متهم اصلی هستند. هر کدام که متهم باشند به معنی بطلان مذهب شیعه و عدم مصداقیت و عدم صداقت شیعه و راویان شیعه یا به تعبیری ائمه شیعه هست که ما در واقع ائمه شیعه رو از چنین بهتان و افترایی به دور می‌دونیم. اینها افترا هست که شیعیان بر ائمه زدند. ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ وقت اهل افترا نبودند. در حقیقت اینا ائمه عامه مسلمین هستند، ائمه اهل سنت هستند. هیچ موردی وجود نداره که این ائمه بزرگوار، اونهایی که شیعه خود را نسبت میدهند به این ائمه، اینها عقیده شیعه را داشته باشند، یعنی عقایدی را که جز وجه تمایز شیعه از اهل سنت
سنت هست. به هیچ عنوان نمیشود اینو ثابت کرد برای ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در هیچ موردی این بزرگواران از عقیده اهل سنت و الجماعت حرفی رو غیر از این در واقع نزدند. دقیقاً همان اعتقادی رو که ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتند، همون عقیده رو اهل سنت داشتند و برعکسش هم دقیقاً همان عقیده ای رو که علمای اهل سنت داشتند، ائمه اربعه اهل سنت داشتند و محدثین اهل سنت داشتند، دقیقاً همین عقیده رو ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم از علی گرفته تا حسن عسکری در واقع همین عقیده رو داشتند. برخلاف اهل سنت و الجماعت هیچ گونه عقیده این بزرگواران نداشتند و این انشالله در ابواب دیگر ما بیان خواهیم کرد و در یک برنامه هم که انشالله بعد از حج امیدواریم که شروع بشه و پخشش. دقیقاً ما مقایسه میکنیم در میان عقاید اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و عقاید اهل سنت، نه تنها عقاید اهل سنت بلکه عقایدی که به عنوان آقایون دوست دارند و همیشه تعریف میکنند و میخوان تلقین بکنند که عقاید وهابیت. یک مقایسه رو ما انجام دادیم دقیقاً در میان عقاید ائمه شیعه و عقاید مکتب وهابیت، اون گونه که شیعیان دوست دارند که نامگذاری بکنن. میبینیم که هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. نه تنها تفاوت وجود نداره در میان عقیده محمد ابن عبدالوهاب و عقیده امام باقر و جعفر صادق و بقیه، بلکه حتی امام جعفر صادق و امام باقر و دیگران وهابی تر از محمد ابن عبدالوهاب هستند. این اقوالشون بسیار شدید هست، بسیار دقیق تر هست و که ما بارها این اعلام کردیم هیچ گونه تفاوتی در میان این بزرگواران در واقع نبوده. آن چیزی که شیعه مدعی هست یک نوع افترا و تهمت به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که در چنین موارد این افتراها کاملا برای مردم واضح و آشکار می شود. در این باب استدلالی کرده از آیه 43 و 44 سوره نحل که در سوره انبیاء هم آمده که الله متعال می‌فرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این قسمت آیه رو آقایون آوردند، کسانی که این روایت رو جعل کردند، یا آقای کلینی جعل کرده یا راویان شیعه یا ائمه شیعه این کار رو انجام دادند. به هر صورت این آیه را این گونه آوردند که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این مقدارش آوردند و در چند روایت از روایات این باب در واقع این آیه را ذکر کردند. به طور مثال روایت اول هست، اگر دوستان نمایش بدن این روایت را، حسین ابن محمد از معلا ابن محمد از وشا عبدالله ابن عجلان از ابی جعفر روایت کرده فی قول الله عز وجل، در مورد این آیه که الله متعال میفرماند فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما قبل آیه ما بعد آیه را به هیچ عنوان در اینجا ذکر نکردند که بیننده متوجه بشه که جریان چی هست، اهل ذکر کی هستند، در چه مورد این نازل شده. به هر صورت این آیه را بریدن از ما قبل ما بعدش فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الذکر انا، ذکر من هستم. مراد از اهل ذکر که در اینجا آمده از این کلمه ذکرش منظور من هستم و الائمه اهل الذکر، ائمه اهل ذکر هستند. پس بنابراین وقتی که الله متعال میفرموده که فاسألوا اهل الذکر یعنی فاسألوا اهل البیت، یا ائمه رو که شیعه در واقع خودشون به اونها نسبت میدهم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الذکر انا والائمه اهل الذکر و قول الله عز وجل و انه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون، که این یک نوع پندی هست، ذکری هست برای تو و قوم تو و سوف تسألون، شما بازخواست میشید. قال ابو جعفر نحن قومه و نحن المسئولون. الان این در واقع مایه اصلی این باب این روایت هست و روایات دیگری که شبیه به این روایت در واقع هستند و استدلالی رو که از این آیه کرده همون عنوانی هست که در روی باب گذاشته که اهل ذکر که الله متعال دستور داده فاسألوا اهل الذکر، که سوال بکنید از اهل ذکر. منظور از اهل ذکر ائمه هستند و ذکر خود رسول الله هست و ائمه میشوند اهل رسول الله. پس بنابراین قرآن دستور داده که از اهل رسول الله، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم شما سوال بکنید. این استدلالی هست که در این روایت اومده. در روایت بعدی دقیقاً همین مطلب را ذکر کرده و در روایات دیگر هم شبیه به این هم از این آیه و از آیات دیگری در واقع استدلال کرده. روایت اول و روایت دوم و سوم اینها روایت ضعیفی هستند. فقط ما روی سند کار نداریم
و اما به صورت کلی در این باب روایات صحیح هم وجود داره. عرض کردم که 4-5 روایت من جمله روایت 4 و 5 را آقای مجلسی گفتند که این روایات صحیح هستند. اما قبل از هر چیزی میریم سراغ همین آیه رو ببینیم این آیه در قرآن کریم چگونه هست و هدف و منظور این آیه در واقع چه هست. الله متعال در سوره 43 میفرماید و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. الله متعال داستان پیامبران قبلی رو بیان میکند و میفرماید به رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما قبل از تو مردانی رو فرستادیم که به اونها وحی میشد. تمام پیامبرانی قبلا بودن انسانهایی بودن مثل تو، ما اونها رو فرستاده بودیم الا رجالا نوحی الیهم که ما به اونها وحی میکردیم. سوره نحل آیه 43. 43 بله. الله متعال در ادامه میفرماید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر شما سوال بکنید اگر نمیدانید. قبلا الله متعال یک مطلبی رو ذکر کرده و میفرماید که ما قبل از تو پیامبرانی رو فرستادیم، مردانی رو فرستادیم که بر اونها وحی میکردیم، یعنی پیامبران قبلی بودن و تو هم مثل پیامبران قبلی هستی، تفاوتی با اونها نداری. تو هم یک انسان هستی، بشر هستی و یک مردی هستی که الله متعال تو رو برگزیده به عنوان نبوت، همون گونه که بر پیامبران گذشته وحی میشد بر تو هم وحی میشود. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر شما در این مورد شک دارید خب برید سوال بکنید از اهل ذکر. کسانی که پیامبران قبلی رو دیدن، مشاهده کردند، به اونها ایمان داشتند، بروید از اونها سوال بکنید. بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. و در با بینات و زبر الله متعال مردان را فرستاده بود، با کتاب‌های آسمانی تورات و انجیل اونها را فرستاده بود و در ادامه می‌فرماد و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. و ما ذکر را یعنی قرآن را بر تو فرود آوردیم لتبین للناس. وظیفه تو این هست که برای مردم بیان بکنی ما نزل الیهم، یعنی قرآن را عملا به مردم یاد بدهی، تفسیر بکنی. اونگونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماد کان خلقه القرآن. رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلور ظاهری آیات قرآن بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم با زبان خودشون و هم با اخلاق خودشون در واقع قرآن را به مردم آموزش دادند و این رو تبیین کردند. خب در اینجا ما میبینیم که این خطاب در واقع به کفاری هست که در نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم شک داشتند. الله متعال به اونها میفرماید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما اگر در صحت نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و این که بر ایشون وحی میشود، ایشون پیامبر هستند، شک دارید برید سوال بکنید. قبل از این ما پیامبرانی رو در واقع فرستاده بودیم. همان گونه که در این آیه صراحتا آیه 44 اومده که وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. معلوم میشود که ذکر اون گونه که این روایت اول و دوم همچنین روایت دیگری که مانند روایت چهارم در اینجا هستند که ادعا میکنند که ذکر یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، میبینیم که ذکر نمیتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، زیرا که الله متعال میفرماد و انزلنا الیک الذکر و مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. ما ذکر را بر تو نازل کردیم، بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی اینکه رسول الله رو بر رسول الله نازل کرده. هیچ عاقلی چون این حرف رو در واقع این حدیث اینو بعد اینطوری ترجمه بشه که ای محمد صلی الله علیه وسلم ما بر تو محمد رو نازل کردیم. دقیقاً این گونه هست. اما عرض کردم این خطاب به کفار هست، کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول نداشتند. الله متعال به اونها میفرماد فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برید از اهل ذکر، اهل ذکر این یهود و نصارایی که قبلا بودند، برید از اونها سوال بکنید در مورد صحت این روند ارسال پیامبران که الله متعال پیامبران قبلا در واقع میفرستاده. غیر از این وقتی که آیات قرآن رو ما نگاه بکنیم، خود کلمه ذکر هم بر قرآن در واقع اطلاق شده، همون گونه که خود این آیه بیانگر هست که اون جاهلی که این روایت رو جعل کرده ادامه روایت رو نیاورده، زیرا که در خود این روایت میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الذکر انا، ذکر من هستم. اگر ادامه آیه را میآورد خب برای همه واضح و آشکار میشد که ذکر در واقع قرآن هست، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ای رسول الله ما ذکر را بر تو نازل کردیم، یعنی قرآن کریم را. و همچنین در آیات زیادی الله متعال ذکر را، یکی از یعنی مراد از ذکر قرآن هست که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و همچنین کتاب‌های گذشته را هم الله متعال ذکر نامیده. به طور مثال الله متعال در سوره انبیاء آیه 48 می‌فرماید که ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین.
یعنی تورات را الله متعال گفته که این ذکری هست برای متقین. و همچنین در سوره انبیاء آیه 105 الله متعال میفرماید ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر، کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما در زبور نوشتیم بعد از ذکر، یعنی بعد از تورات، یعنی بعد از تورات که در واقع در اینجا با لفظ ذکر اومده. ولقد کتبنا فی الزبور، در زبور ما نوشتیم بعد از ذکر، قبلا در تورات هم نوشته بودیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این موارد دیگری زیادی در این زمینه در واقع وجود داره. همین در سوره آل عمران من همینجا ذکر رو که سرچ زدم خیلی جالب در اینجا الله سبحانه و تعالی به صراحت در آیه 58 بیان میکنه که ذلك نتلوه علیک من آیات و الذکر الحکیم. ای محمد اینها که بر تو میخوانیم از آیات و ذکر یا آیات نشانه های الله سبحانه و تعالی و قرآن حکمت آمیز است. دقیقاً این فکر نمی کنم هیچ انسان عاقلی در واقع در این اشکالی داشته باشه. حتی کتاب تفسیری شیعه رو که من وقتی نگاه می کردم بسیار از کتاب شیعه بر این اذعان کردند که مراد از ذکر در قرآن کریم و خصوصا در مواردی از این قبیل همون قرآن هست نه محمد صلی الله علیه و سلم. الان این یکی از آیاتی هست که در واقع در اینجا استدلال کرده بودن. در ادامه آیه یک آیه دیگری، در ادامه این روایت یک آیه دیگری رو هم اضافه کرده و اون آیه این است که و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. در سوره زخرف هست آیه 43 و 44 در این سوره این مطلب را الله متعال در واقع بیان کرده. بازم این آیه را متاسفانه بازم تحریف کردن مانند آیه گذشته. دو تا آیه را آوردن کنار هم گذاشتن میخواستن یک مطلبی رو ثابت بکنن اما متاسفانه برخلاف اصول علمی یا امامشون این کار رو کرده، خیانت رو کرده، یا این راویان جاهل اومدن از قرآن استدلالی بکنند که متاسفانه اومدن خود علم ائمه رو زیر سوال بردن و وجاهت و صداقت خودشون و مذهب خودشون رو زیر سوال بردن. من کاری به روایت اول و دوم و سوم که آقای مجلسی گفته که این روایت ضعیفی هستند کاری نداریم. روایت چهارم و پنجم که آقای مجلسی گفته که صحیح هست، روایت چهارم و پنجم رو آقای مجلسی گفته که صحیح هست. دوستان اگر نمایش بدن این کتاب مرآت العقول رو من چاپ کردم، این صفحه رو، مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول، جلد دوم این کتاب هست مال محمد باقر مجلسی و باب ان اهل الذکر هم الائمه که اهل ذکر ائمه هستند، روایت چهارم عدة من اصحابنا. در اینجا آقای مجلسی گفته الحدیث الرابع صحیح، روایت چهارم صحیح است و همچنین در روایت بعدی گفته که روایت پنجم هم صحیح است. روایت پنجم هم صحیح هست. غیر از این روایت دیگری، روایت هفتم، هشتم و نهم هم گفته که در واقع صحیح هستند. اما من با همین دو تا روایتی که در کنار هم آورده اینها رو، یعنی روایت چهارم و روایت پنجم رو خدمت بینندگان عزیز میخونم. در روایت چهارم میگوید که عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر. روایت از آقای ابو بصیر هست از ابو عبدالله. فی قول الله عز وجل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. این همین آیه رو در روایت اول هم آورده بود، هم در روایت اول و هم در روایت دوم. در اینجا دوستان اگر نشون بدن این آیه رو، و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون در روایت اول و همچنین در روایت دوم و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. خب در اینجا در روایت چهارم همین مطلب را آورده. در اینجا میگه فرسول الله صلی الله علیه و سلم الذکر، ذکر یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اهل بیته و اهل بیتش المسئولون، یعنی کسانی که از اونا سوال می شود اهل بیت هستند و از اونا سوال خواهد شد. و هم اهل الذکر و هم اهل الذکر و اینها می شوند اهل ذکر، یعنی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم می شوند اهل ذکر. و بنابر آیه قبلی در سوره نحل ما باید اهل ذکر رو سوال بکنیم، پس بنابراین مسئولون چه کسانی هستند؟ همون اهل ذکر هستند. این روایت اول هست. و روایت بعدی که در اینجا هست، روایت بعدی که باز هم صحیح هست، آقای مجلسی نمایش دادیم هر دوتا رو گفته صحیح،
که دوستان اگر نگاه بکنن این دوتا آیه رو خود به خود متوجه میشن این دوتا آیه با هم دیگر تناقض داره. احمد بن محمد عن الحسین ابن سعید، همون حسین ابن سعیدی که قبلا بود، احمد ابن محمد که ظاهرا شاید همون یک فرد باشه. احمد ابن محمد از سعید ابن حسین بود. روایت بعدی هم احمد ابن محمد از حسین ابن سعید عن حماد عن ربیع عن الفضیل عن ابی عبدالله، باز هم این روایت از حضرت ابو عبدالله رضی الله تعالی عنه نقل شده. فی قول الله تبارک و تعالی و انه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون قال الذکر القرآن و نحن قومه و نحن المسئولون. در روایت اول، در روایت چهارم گفته بود که فرسول الله صلی الله علیه و سلم الذکر، که ذکر یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. روایت بعدی میگه قال الذکر القرآن، ذکر یعنی قرآن، و نحن قومه، و ما قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، که در اینجا هیچ ذکری از قرآن از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیومده. معلوم میشه که اینا واقعا وقتی که جعل کردن، اگر بخوایم که این قومه اینو برگردونیم به قرآن، یعنی ما قوم قرآن هستیم، ما خویشاوندان قرآن هستیم، در صورتی در اینجا هیچ گونه ذکری از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیومده. معلوم می شود که این آقا این روایت رو جعل کرده، در ذهنش همون روایت قبلی در واقع بوده و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. ای رسول الله این ذکری هست برای تو و برای قوم تو و سوف تسألون. قال الذکر القرآن و نحن قومه و نحن المسئولون. این روایت چه اشکالات دیگری داره؟ این دوباره خدمت بینندگان عرض خواهم کرد. یعنی دو روایتی که صحیح هست در اینطوری تناقض داره. روایت قبلی که گفتم ضعیف هست اونا رو کنار بگذاریم، حتی روایاتی که صحیح هستن به این روایت دیگری هم که هست، این دو تا روایت با هم دیگر تناقض داره. در روایت چهارم گفته که ذکر یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، و در روایت بعدی گفته که از ذکر و القرآن، و هر دو تا جالب هست که یک آیه رو در اینجا آوردن، تفسیر یک آیه هست و از یک فرد هست، از حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه است. روایت اول گفته که ذکر رسول الله هست و روایت بعدی گفته که ذکر یعنی قرآن هست، و هر دو تا روایت در واقع صحیح هستند. خب این دو تا روایت اگر صحیح هستند، خب یک از اونها میتونه که درست باشه، ذکر یا رسول الله هست یا قرآن هست. این گونه که هم قرآن باشه و هم رسول الله باشه، خب اینو در یک روایت نیومده. میگفت که هم رسول الله ذکر هست و هم قرآن ذکر هست، هم اهل رسول الله میشوند یعنی خاندان رسول الله، اهل بیت رسول الله. اهل قرآن خب کسانی که اهل قرآن باشند، این قرآن حفظ کرده باشند، عالمی به قرآن باشند. اما تنها تناقض به اینجا منحصر نمیشه. در روایات دیگری باز هم در خود همین کتاب اصول کافی اومده که ذکر علی هست. در خود کتاب اصول کافی اومده که ذکر علی هست. به طور مثال در همین کتاب اصول کافی در جلد 1 صفحه 432، در جلد 1 صفحه 432 کتاب الحجت هست و همون باب خیلی معروفی که در واقع در کتاب اصول کافی هست و یکی از شاهکارهای آقای کلینی هست که درباره باب نطف هست. باب نطف اگر دوستان اینو نمایش بدن، باب فیه نکت و نطف من التنزیل فی الولایه، که بیشترین روایات تحریف قرآن رو در اینجا در واقع ذکر کرده و این روایتی که مد نظر ما هست و مورد استدلال هست روایت 90 هست از این باب. روایت 90 بله روایت خیلی طولانی هست، در صفحه 431 شروع می شود. محمد ابن یحیی از سلمة ابن خطاب، از حسن ابن عبدالرحمن، از علی ابن ابی حمزه، از ابی بصیر، از خود آقای ابو بصیری هست. همین ابی بصیری که در اینجا گفته بود که مراد از ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در آخر این روایت که در صفحه بعد هست، در صفحه 432 هست، در اینجا میگه ثم قال یا محمد، این روایت رو میاره و در آخر ثم قال یا محمد و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این مشرکان مکه رو چه انذار بکنی، بترسانی یا نترسانی، اینا دیگه ایمان نمی آورند. از ایمان آوردن مشرکان مکه ناامید بشم. به کی ایمان نمی آوردند؟ بالله و بولایت علی، به الله و به ولایت علی در واقع ایمان نمی آورند، در صورتی که کفار مکه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به ولایت علی اصلا دعوت نداده. و روایتی هم که در این زمینه وجود دارد گذشته از این که صحیح نیستند، بلکه تضاد دارند با روایات دیگری که شیعه دارند که آخرین فرضی رو که الله متعال نازل کرد بحث ولایت بوده، که بله در غدیر خم بوده.
و لا یؤمنون بالله و ولایت علی و من بعده و ائمه بعد از علی ایمان نمی آورند. ثم قال انما تنذر من اتبع الذکر، انما تنذر من اتبع ذکر، تو کسانی را بیم میدهی که از ذکر اتباع کرده باشند، پیرو ذکر باشند. ذکر کی هست؟ یعنی امیر المؤمنین. ذکر یعنی امیر المؤمنین و خشی الرحمن بالغیب تا ادامه روایت. خب در یک جای گفته ذکر یعنی رسول الله، در یک جای دیگر گفته که ذکر یعنی قرآن، در اینجا گفته که ذکر یعنی امیرالمؤمنین. کدوم یکی میتونه صحیح باشه؟ اینو باید علمای شیعه در واقع بیاند و این معضل رو حل بکنن. یکی از علمای بزرگ شیعه در این زمینه اظهار نظر کرده که نظرشون خدمت بینندگان عزیز ما با هم میخونیم. آقای خویی در کتاب معجم رجال حدیث، دوستان اگر نمایش بدند، معجم رجال الحدیث و تفضیل طبقات الروات للامام الاکبر زعیم الحوزات العلمیه، امام اکبرشون از این اکبرتر اگر بود دیگه نمیدونم این اسمشو چی میگذاشتن، امام اکبر زعیم رهبر حوزه های علمیه شیعه سید ابوالقاسم موسوی خویی هست و در جلد اول کتاب خودشون این مطلب رو آورده. ایشون در صفحه 43 اومدن یک مطلبی رو بیان کرده. و مما يؤكد أيضا بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين عليهم السلام اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن. یکی از دلایلی که ما نمیتونیم قطعا بگیم که تمام روایات کتب اربعه ما حرف ائمه هست، یعنی خودشون قبول دارند که اینها افترا هست بر ائمه. یکی و مما یؤکد، یکی از مواردی که اینو تأیید میکند این نقطه را که بر بطلان ادعای قطعی بودن صدور اخبار روایات کتب اربعه از ائمه معصومین، این امر رو ما نمیتونیم که بهش اطمینان داشته باشیم. یکی از دلایلش چی است؟ اختلاف هذه الکتب فی السند او المتن، اختلاف این کتاب ها در سند و متن است. هم در سند میبینیم که اختلافاتی وجود داره و هم در متن. و سنبین موارده فی ضمن التراجم بل یتفق فی غیر مورد ان الروایت، بلکه در بیش از یک مورد، یعنی موارد زیادی اومده، ان الروایت الواحده تذکر فی کتاب واحد مرتين، یک روایت رو در یک کتاب دو مرتبه میاره، او اکثر یا بیشتر از یک مرتبه، در واقع بیشتر از دو مرتبه ذکر میکنن. مال اختلاف بینهما فی السند او المتن، یک روایت رو در یک کتاب یه دو مرتبه یا سه مرتبه یا بیشتر میاره، باز میبینیم که هر روایتی سند و متنش با روایت بعدی تفاوت داره، در صورتی که هر دو تاش سند هم یکیه، سند هم یکی هست، متن هم یکی هست، اما تفاوتی در سند و متن در واقع وجود داره. و اکثر هذه الکتب اختلافا کتاب التهذیب، از همه بدتر کتاب تهذیب توسی هست که اختلافات خیلی زیادی در اون وجود داره. حتی انه قال فی الحدائق، صاحب حدائق در واقع گفته که قل ما یخلو حدیث فیه من ذلك، کمتر حدیثی در کتاب التهذیب وجود داره که این تضاد و اختلاف در اون وجود نداشته باشه. هر حدیثی رو که آورده یک حدیث دیگری برخلافش ذکر کرده. یا این قل ما یخلو حدیث فیه من ذلك فی متنه او سنده، یا در متنش یا در سند میبینیم که این اختلاف در واقع وجود داره. و ما ذکره قدس سره و این کان لا یخلو من نوع من المبالغه. الان آقای خویی نظر خودش میگون چیزی که آقای صاحب حدائق گفته گرچه یعنی نوع مبالغه درش گفته که هیچ حدیثی یعنی خالی از این تناقض و تضاد نیست، الا انه صحیح فی الجمله، حرفش درسته، در کل حرف درستی رو زده. والخلل فی روایات تهذیب کثیر، خلل در روایات تهذیب در واقع خیلی زیاده. تهذیب که یکی از کتاب‌های اربعه شیعه هست. نتعرض لبیانه من جهت السند ضمن التراجم، ما در ضمن بیان تراجم این مطالب رو بیان میکنیم. الان میاد روی همین حدیثی که ما در اینجا ذکر کردیم و نمونی از کتاب اصول کافی، میگوید که ثم ان فی الکافی ولا سیما فی الروضه، و در کتاب اصول کافی و خصوصا در کتاب کافی و خصوصا در کتاب روزش روایات لا یسعنا التصدیق بصدورها عن المعصومین علیهم السلام، روایاتی هستند که ما نمیتونیم که اعتماد بکنیم که این روایات معصومین هست. روایات لا یسعنا التصدیق، ما نمیتونیم باور بکنیم
که این روایات از معصومین نقل شده، صادر شده و معصومین اینو گفته باشند. ولا بد من رد علمها الیهم علیهم السلام. این حرفو باید به خودشون بگردونیم، به خود ائمه این حرفو برگردونیم که این حرفو گفتند یا نگفتند. و التعرض لها یوجب الخروج عن وضع الکتاب. اگر ما بخوایم که به اونها تعرض بکنم، من بخوام این مطالب را بیان بکنم، از وضع کتاب من خارج میشم، کتاب من دیگه خیلی طولانی میشه اگر بخوام تمام این موارد را در اینجا بیان بکنم. لکننا نتعرض لواحده منها. اما یک مورد رو در اینجا ذکر میکنم. و نحیل الباقی الی الباحثین. یکی رو من ذکر میکنم، باقی مانده رو خود محققین برن دنبالش بگردن. فقد روى محمد بن یعقوب باسناده عن ابی بصیر عن ابی عبدالله. محمد بن یعقوب یعنی آقای کلینی با سند خودش از ابو بصیر و از ابو عبدالله نقل کرده فی قول الله عز وجل و انه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون فرسول الله صلی الله علیه و آله الذکر و اهل بیته المسئولون و هم اهل الذکر. دوستان این نمایش بدن روایت چهارم را. عدة عن اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین با سند خودش آورده از ابو بصیر از ابو عبدالله فی قول الله عز وجل و انه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون. دقیقاً همین روایتی هست که آقای خویی در اینجا آورده و نقدش میکنند. اقول لو كان المراد بالذکر فی الآیة المبارکة رسول الله صلی الله علیه و آله فمن المخاطب. اگر در اینجا مراد از ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، مخاطب آیه کی هست؟ مخاطب آیه کی هست؟ الله متعال میفرمه و انه لذکر لک و لقومک. در اینجا شما میگی که مراد از لک یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی مراد از ذکر؟ مراد از ذکر گفتند که ذکر یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب اگر مراد از ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، مخاطب کی هست در اینجا؟ این لکه به کی برمیگرده؟ به کی برمیگرده؟ اصلا خود این آیه خطاب به چه کسی هست؟ یعنی به هیچ عنوان نمیتونه که مراد از ذکر در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه که الله تعالی میفهمد که انه لذکر، ضمیر بر بگرده به رسول الله که رسول الله ذکری هست. خب رسول الله تعالی در اینجا داره با خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع این مورد خطاب قرار داده. لو كان المراد بالذکر فی الآیة المبارکة رسول الله صلی الله علیه و آله فمن المخاطب و من المراد من الضمیر فی قول تعالی لک ولقومک. لک و لقومک. اگر ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، لک و لقومک، اونا منظور چه کسانی هستند؟ این ضمیر کاف دیگه به کی برمیگرده؟ هم در لک و هم در لقومک. و کیف یمکن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم علیه السلام فضلا عن دعوى القطع بصدوره. میگه چگونه ممکن هست که ما اینو باور بکنیم که این کلام و این تناقض از ائمه صادر شده، چه برسه به این که ما قطع و یقین داشته باشیم که از ائمه هست. یعنی به هیچ عنوان در واقع اینو نمیشه به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نسبت داد. و حرف ما همین است که این روایات رو نمیشه که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نسبت بدهیم و این دروغ را یا آقای کلینی بسته، سند رو جعل کرده. اگر سند واقعی هست، راویان شیعه در اینجا این دروغ و افترا رو بستند به اهل بیت رسول الله و به امام جعفر صادق و حاشا و کلا که امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه چون این حرف و چون این در واقع بازی رو کرده باشند با آیات قرآن کریم، یا استدلال بی مورد یا تفسیر بی موردی رو در واقع در اینجا انجام داده باشند. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز، دیدید یک نمونه از تناقضات و ادعای باطل اینا که حتی سر و صدای امام اکبرشون آیت الله خویی هم در اومده که این آقای کلینی همچین مطالبی رو ذکر کرده. اگر در دین شیعیان رافضی بگردید، از این تناقضات زیاد پیدا میکنید، خاصتا در تفسیر قرآن کریم. نمونه ای از تفسیر عجیب و غریب اینا که خودشون هم توش گیر کردن و خیلی شباهت داره به همین قضیه ذکر، من همینجا جستجو کردم، دوستان میتونن یادداشت بکنن که الله سبحانه و تعالی در سوره هجر آیه 6 وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، ای کسی که بر تو این قرآن نازل شده تو دیوانه‌ای. حالا این ذکر اینجا چی میخوان ترجمه بکنن؟ این آیه رو من سریعا میخونم یادداشت بکنن دوستان. در سوره هجر آیه 9، همچنین در سوره انبیاء آیه 105، در سوره فرقان آیه 18، در سوره فرقان آیه 29، در سوره یاسین آیه 11،
در سوره صاد آیه اول، در سوره صاد آیه 8، در سوره فصلت آیه 41، در سوره زخرف آیه 5، در سوره زاریات آیه 55 و در سوره قلم آیه 51 و در سوره عبسه آیه 4 و در سوره اعلی آیه 9 و در سوره فجر آیه 23. اینا رو یادداشت بکنید، برید اصلا ترجمه خودشون رو باز بکنید، نگاه بکنید تا تناقضاتی که در این دین وجود داره رو با چشم سر ببینید. به خاطر همین است که الله سبحانه و تعالی میگه که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. هر چیزی که بفرمایید. یک مطلب دیگر غیر از این تناقضی که در اینجا وجود داشت، در روایت 4 گفته بود ذکر یعنی رسول الله، و در روایت 5 گفته بود ذکر یعنی قرآن، در روایت دیگری گفته بود که ذکر یعنی علی. غیر از این روایت دیگری که وجود داره و تناقض در اینجا وجود داره، یک نقطه جالبی هم که در این روایت اومده و خصوصا در روایت صحیحش اومده، غیر از هم در روایت صحیح و هم در روایت غیر صحیحش اومده. در این مطلبی که میخوام عرض بکنم در روایت 3 اومده، در روایت 6 اومده و در روایت 8 و 9 اومده. روایت 8 و 9 رو گفته صحیح است، آقای مجلسی گفته روایت 8 و 9 در واقع صحیح است. یک نکته‌ای که در اینجا هست این هست که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئولیت ندارند که جواب بدند. شما برید سوال بکنید، اینو بر اساس دیدگاه شیعه میگم، شما برید از ائمه سوال بکنید، اما امام مکلف نیست که به شما جواب بده. هر کسی هم که باشی، نیت شما هر چی هم که باشه، امام مکلف نیست که به شما جواب بده. دلش بخواد جواب میده، دلش بخواد جواب نمیده، و اگر دلش خواست یک جوابی رو میده که شما گمراه باشید. جواب خلاف واقع هم در واقع میده. همون روایتی که برای 3 نفر 3 تا جواب داده بود. من عرض میکنم اونو. در روایت 8 که با سند صحیح عرض کردم، دوستان نمایش بدن، در اینجا از احمد محمد از واشا از ابوالحسن رضا از امام رضا رضی الله تعالی عنه است، میگه که سمعت یقول قال علی بن الحسین، نقل از علی بن حسین، علی الائمه من الفرض ما ليس على شیعتهم و على شیعتنا ما ليس علينا. بر ائمه چیزی فرض هست که بر ائمه بر شیعه فرض نیست، بر شیعه چیزی فرض هست که بر ائمه فرض نیست. در صورتی که ما معتقد هستیم که هم بر امام و هم بر مأمومین چیزی شریعت اسلام واضح و آشکاره، یکسان و نواخته. امرهم الله عز وجل ان يسالون، الله متعال به اونها دستور داده که ما را سوال بکنن. با توجه به این بالفرض ما قبول بکنیم، این تناقضات رو ما رد یعنی نادیده بگیریم، این آیه در مورد یهود و نصارا و در مورد مشرکان هست، اینو نادیده بگیریم. ادعا کرده که الله متعال به شما به شیعیان دستور داده که از ما سوال بکنن. قال فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این گفتن در مورد مشرکان اومده و اهل ذکر هم که در اینجا هستن همون یهود و نصارا هستن با توجه به سیاق و سباق آیه. فامرهم ان يسالون وليس علينا الجواب. از اونا گفته به اونا دستور داده بری سوال بکنید، اما ما مجبور نیستیم که جواب بدیم. عجب. ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. اگر ما بخوایم جواب میدیم، اگر نخواهیم هم جواب نمیدیم. روایت بعدی هم همین مطلب رو در واقع ذکر کرده. فقط فرضت علیهم المسئله، بر اونها فرض شده، بر شیعه فرض شده که باید سوال بکنن. ولم یفرض علیکم الجواب، اما بر شما جواب فرض نشده. یعنی این سوال میکنه از امام و امام این مطلب رو میگه که بر ما در واقع فرض نیست که ما جواب بدیم. این یک مطلب هست. خب اگر واقعا اون گونه که شما میگید که ائمه جانشینان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن، ولو این که یک فردی رو که اومده باشه شاید هدایت هم نشود، اما الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. وظیفه امامان و وظیفه در واقع رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ دین هست. عالمی که علم داشته باشه و کتمانش بکنه، در این زمینه تهدیدها و وعیدهای بسیار زیادی در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده. و عالمی که علمش رو در واقع نخواد که بیان بکند و مجبور نباشد که اون رو برای مردم بیان بکند، کسانی که اومدن نیازمند هستند، این علم رو، راهنمایی رو، این بیان ذکر و تفسیر قرآن رو نخواد بیان بکند، از این علم در واقع چه فایده‌ای هست؟ غیر از این روایتی رو که شما اشاره کردید در مورد این که ائمه اهل بیت بنابر روایات شیعه هم در واقع اومدن یک مواردی رو برخلاف واقعیت هم جواب دادن. یعنی اختیار دارن جواب بدن یا جواب ندن. اگر جواب بدن جواب درست بدن یا جواب اشتباه بدن. این وظیفه و در واقع تشخیص ائمه هست. در روایت در جلد 1 کتاب اصول کافی در صفحه 65 روایت 5 هست.
صفحه 65 روایت پنجم، احمد ابن ادریس از محمد ابن عبدالجبار، حسن ابن علی از ثعلبة ابن میمون، از زراره ابن اعین، عن ابی جعفر قال سألت عن مسئله. این زراره که یکی از معروفترین راویانشون هست میگه که من از ابو جعفر سوال کردم یک مسئله را، سألته عن مسئله، از یک مسئله من سوال کردم ایشون، فاجابنی، به من جواب داد. خب من قانع شدم. نشسته بودن، ثم جاءه رجل فسأله عنها، یک مرد دیگری اومد و همین سوالو کرد. من چند لحظه پیش پرسیده بودم، یک مرد دیگری اومد دوباره تازه وارد و همین سوال کرد. فاجابه بخلاف ما اجابنی، دیدم که جواب دیگه داد، جوابی که به من داد فرق میکنه. ثم جاء رجل آخر، مرد سومی اومد، فرد سوم، فاجابه بخلاف ما اجابنی و اجاب صاحبی، برخلاف جوابی که به من داده بود و جوابی که به نفر دوم داده بود، به نفر سوم یک جواب دیگری رو داد. فلما خرج الرجلان، وقتی که اون دو نفر که خورده ظاهرا یعنی خودمانی نبودن، اونا که رفتن بیرون، یعنی اون جواب رو برداشتند و رفتند، یعنی یک جواب خلاف واقع را. قلت یا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شیعتکم، دو نفر از اهل عراق از شیعان شما بودن، ناصبی نبودن، از بنی امیه نبودن، سنی نبودن، از وهابی نبودن، از شیعیان شما هستند. قدما یسالانی، اومده بودن به خاطر همین که شما سوال بکنن، از شیعیان اهل عراق. فاجبت كل واحد منهما بغیر ما اجبت به صاحبه، اما شما هر یکی یک جوابی رو دادید و به منم که جواب دیگری رو داده بودید. فقال یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لنا و لكم، این برای ما بهتر هست و برای ما و شما هم ماندگارتر هست. اگر من جوابی بدم همه میفهمند که منبع این جواب فلانی بوده و حکومت میاد مرا در واقع دستگیر میکنند و مرا میکشند، هم برای ادامه حیات من و ادامه حیات شما این بهتر هست. ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا، اگر شما هم دست باشید همه‌تون در احکام فقهی یک در واقع مدل و یک گونه عمل بکنید، مردم شما تصدیق میکنند، یعنی این که ما امام هستیم باورشون میشه که ما امام شما هستیم، حتما ما دستور داده شما این کار رو بکنید. ولکان اقل لبقائنا و بقائکم، این در واقع باعث میشه که بقای ما و بقای شما در واقع زیر سوال بره و زودتر از دنیا بریم. الان به هیچ عنوان، به هیچ وجه من الوجوه امکان ندارد که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین حرفی رو زده باشند. سه نفری رو که اومدن یک مسئله فقهی رو پرسیدن، به یکی یک جواب بدن، به نفر دوم جواب دیگه، به نفر سوم جواب دیگه. اونم اگر بخواد جواب بده، اگر نخواست که جواب بده، به قول خودشون که هیچ مسئولیتی هم در این زمینه ندارن. امامی رو که الله متعالی اینو امام قرار داده برای اینکه جلوی انحرافات رو بگیره، مردم رو به راه راست و صراط مستقیم هدایت بکنه. سوالش بکنید در واقع از روی تکبر یا از هر جنبه که باشه به شما نخواهد جواب بده، شما دین از کجا یاد میگیرید؟ اگر جواب بده به هر نفر یک جواب اشتباه دستش بده که برود و بر یک مذهبی دیگر و به یک امر باطلی عمل بکند، بازم از وجود این امام در واقع چه منفعتی حاصل می شود. اما واقعیت این است که تمامی این روایات و این راویان در واقع منتسب به اهل بیت هستند. به هیچ عنوان اینها راویان شیعه نبودند و راویان اهل بیت نیستند اینها و صداقت نداشتند با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. انسانهای دروغ پردازی هستند، جاهل حدیث بودند و به زور خودشون رو نسبت دادند به ائمه اهل بیت تا این که دین اسلام را و فقه ائمه رو در واقع زیر سوال ببرند و مردم را این گونه نهایتاً سرگردان بگذارند. بله، جزاکم الله خیر. در مورد تبعین جناب استاد صحبت کردن که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس در سوره نحل آیه 44، همچنین در سوره آل عمران آیه 187 و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبینه للناس، و همچنین در سوره نحل آیه 64 و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم. همه اینها نشون میده که وظیفه انبیای الهی روشن کردن آیات الهی برای کسانی بوده که بر اونها کتاب نازل میشده، برخلاف آنچه که اینها در کتابشون آوردن. کلیپی رو دوستان آماده کردن که در اینجا قضیه ذکر بود، در اونجا قضیه دین هست. در هر جایی که دین در قرآن اومده به چه تفسیر کردن که سراسر تناقض و اختلاف هست. همونطوری که گفتم هر چیزی که در اون شما اختلافی دیدید یقین داشته باشید که از نزد الله سبحانه و تعالی نیست و سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل بیت که این بزرگواران مبلغین دین بودن و برای هدایت
بشریت و مسلمان ها زحمت میکشیدن، وظیفه خودشون میدونستن. این روایاتی که اینا به دروغ نسبت میدن به اونها، نه سخنان اهل بیت هست و نه سخنان رسول الله و نه آیات قرآن کریم. این کلیپ رو ببینید و جناب استاد نفسی تازه بکنن و دوباره در خدمت شما عزیزان با ادامه موضوع خواهیم بود. با ما همراه باشید. دین در قرآن علی است. دین علیه. ارایت الذی یکذب بالدین ان الدین لواقع ان الدین عند الله الاسلام. هر جا دین تو قرآن اومده علیه. هر جا دین تو قرآن اومده ذالک دین القیم، روایات دین علیه. کسی که علی نداره دین نداره، نه که دین انحرافی داشته باشه، اصلا دین نداره. دین نداره، نه اینکه دینش کجکور باشه، دین نداره. از آنجایی که این آخوندها شهامت ندارند نصوص کتابهای خود مبنی بر تحریف قرآن را اظهار کنند، رو به تحریف معانی قرآن آورده و تفاسیری باطنی و عجیب از آیات قرآن ارائه می دهند. به عنوان نمونه همین آخوند ناآگاه از مفاهیم قرآنی می گوید هر جای قرآن دین آمده مراد علی است. حال بیایید گذری داشته باشیم بر آیاتی که در آن کلمه دین ذکر شده و آن را طبق گفته های این آخوند تفسیر و معنا کنیم. مالک یوم الدین، الله صاحب روز جزاست. بنابر تفسیر باطنی این آخوند، الله صاحب روز علی است. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. و هر کس دینی غیر از اسلام را بجوید از او پذیرفته نمی شود. بنابر تفسیر باطنی این آخوند، و هر کس غیر از اسلام علی را بجوید از او پذیرفته نمی شود. هر جا دین تو قرآن اومده علیه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. و چه کسی دینش بهتر از کسی است که روی خود را تسلیم الله کرد و مخلصانه تسلیم شد. بنابر تفسیر باطنی این آخوند، و چه کسی علیش بهتر است از کسی که خود را تسلیم الله کرد و مخلصانه تسلیم شد. یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم. ای اهل کتاب در دینتان غلو نکنید. بنابر تفسیر باطنی این آخوند، ای اهل کتاب در علیتان غلو نکنید. هر جا دین تو قرآن اومده علیه. اليوم اکملت لکم دینکم. امروز دینتان را برایتان کامل نمودم. و بنابر تفسیر باطنی این آخوند، امروز علیتان را برایتان کامل نمودم. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. و این افتراها و دروغهایی که می بافتند آنان را در دینشان فریفته و مغرور ساخت. و بنابر تفسیر باطنی این آخوند، و این افتراها و دروغهایی که می بافتند آنان را در علیشان فریفته و مغرور ساخت. لکم دینکم ولی دین. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. و بنابر تفسیر باطنی این آخوند، علی شما برای خودتان و علی من برای خودم. هر جا دین
دین تو قرآن اومده علیه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا و مردم را می‌بینی که دسته دسته و گروه گروه داخل دین الله می‌شوند. و بنابر تفسیر باطنی این آخوند و مردم را می‌بینی که دسته دسته و گروه گروه داخل علی می‌شوند. هر جا دین تو قرآن اومده علیه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. و فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را به فریاد بخواند. همانا من می‌ترسم که دینتان را تغییر دهد یا این که در این سرزمین فساد را گسترش دهد. بنابر تفسیر باطنی این آخوند و فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را به فریاد بخواند. همانا من می‌ترسم که علی شما را تغییر دهد یا این که در این سرزمین فساد را گسترش دهد. بنابر این تفسیر باطنی فرعون نیز از شیعیان علی بوده که به خاطر دفاع از علی با موسی مبارزه می کرده است. یعنی من واقعا خجالت میکشم، مثلا من نمیتونم بشه گفت یا نشه گفت که اینها چقدر احمقن. چون از اینها هرچی بگن، از این جانوران دوپا هرچی بگن در میاد. قضاوت با شماست. برای بینندگان عزیز و گرامی، از این آخوندها که به قول خود آقای قزوینی جانوران دوپا هرچی در میاد که بگن و بنویسن و خلاصه مردم رو فریب بدن، همه این دروغ گفتنها، همه این تفسیرهای عجیب و غریب و عجق وجقی که دارن و دین رو به علی تفسیر کردن و نمیدونم ذکر رو به رسول الله و به قرآن و به علی تضادها و اختلافات، همه به خاطر چی است؟ هم به خاطر این است که این شیعیان بیچاره رو فریب بدن، از اینا خمس بگیرن، با نوامیس اینها متع بکنن و در این 4 روز دنیا از درآمد اینها، از مالشون، از همه چیز اینها بخورن و عیش و عشرت بکنن و سر این بیچاره شیره بمالن که بله اینها علمای شیعه به اصطلاح نایبان امام زمان هستن و از این دروغایی که شاید ملت ایران بیش از 35 سال است که از رسانه‌های رسمی میشنوه. ما در هر برنامه تحدی کردیم که ای کاش در بین علمای شیعه، مراجع شیعه، اینایی که داد و بیداد را میندازن تو شبکه‌هاشون که نمیدونم ما پیرو اهل بیت هستیم و اینا وهابیا هستن و فلان و علان، بیان اینجا علمی منطقی جواب بدن در مورد این تناقضات و اختلافاتی که
در کتابهاشون، در روایت‌های صحیحشون با قرآن کریم و با سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم و با عقل سالم بشری وجود داره. جناب استاد، مثل این که داریم همینطوری ابواب رو طی می‌کنیم، باب بعدی رسیدیم مثل این که. بله، متاسفانه این روایات گفتم که ارزش علمی نداره که اینها رو بررسی بکنیم و نه از نظر سندی ارزش دارند و نه از نظر محتوایی اینا در واقع هیچ گونه ارزش علمی رو ندارند. فقط بازی با آیات قرآن هست که قبلا هم عرض کردم من امیدوار هستم که عقلای شیعه بیان و این کتاب اصول کافی رو مطالعه بکنن تا اینکه حقیقت و کنه این کتاب برایشون واضح و آشکار بشه. و بارها عرض کردم که برای از بین رفتن مذهب شیعه فقط کافی هست که شیعیان با عقل و تدبر و بدون جانبداری بیان کتاب اصول کافی رو مطالعه بکنن. اگر کتاب اصول کافی رو بدون جانبداری مطالعه کردن و با عقل و تدبر در این فکر کردند و اندیشیدن، مطمئن باشید که مذهب شیعه از بین خواهد رفت، یا مذهب شیعه و همچنین اسلام به صورت کلی. اگر این روایات را بخونند، قبول بکنند، هیچ گونه اثری از اسلام در واقع باقی نمیماند، زیرا تمام آیاتی که در این کتاب استدلال شده و روایاتی که شیعه آوردند برای اثبات عقاید خودشون با قرآن کریم و با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و با زندگی و سیره رسول الله و اهل بیتشون در واقع با در تناقض و تضاد هست. در باب بعدی هم یک ادعایی را کرده، ادعا کردن که خیلی آسان هست. باب ان من وصفه الله تعالی فی کتابه بالعلم هم الائمه. کسانی را که الله تعالی در قرآن گفته که عالم هستند یا به اونها نسبت علم داده، وصف علم را برای اونها ثابت کرده، اونها در واقع ائمه هستند. یا به تعبیر دیگر هر جا که در قرآن کسی مورد وصف قرار گرفته، مد شده که فلانی عالم هست، علمی رو نسبت داده، اونها در واقع ائمه هستند و کسانی دیگر هیچ گونه علمی رو در واقع ندارن. خب یک ادعا هست، هر کسی میتونه همین ادعا رو داشته باشه. شیعیان دیگر یعنی غیر از شیعیان اثناعشری میتونن همین ادعا رو برای ائمه خودشون بکنند و چه کسی میخواد اونها رو جواب بده یا حرف اونها رو رد بکنه. یا هر کسی دیگری از قرآن بیاد استدلال بکنه این آیه در مورد من نازل شده، با چه دلیل و منطقی میخواید کنه رد بکنید. اگر با صحت سند میخواید ردش بکنید، خب که روایت شما در واقع سند صحیحی نداره و روایت ضعیفی هست. اگر به خاطر با توجه به تناقضی که با خود آیات قرآن داره بخواید ردش بکنید، خب روایت شما هم در واقع این تناقض ها رو دارند و روایت شما هم در واقع رد میشوند. در این باب دو روایت بیشتر در واقع ذکر نشده. آقای مجلسی هم گفته که یک روایتش ضعیفه، یک روایتش صحیح است. یکی از این دو تا روایت رو گفته صحیح است. روایت دوم را میخونیم که گفتن صحیح است. عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن جابر عن ابي جعفر في قول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل و خرد در واقع پند میپذیرند. قال نحن الذين يعلمون، کسانی که میدانند ما هستیم، ائمه هستند. و عدونا الذين لا يعلمون، دشمنان ما یعنی تمام فرقه های مسلمانان، اهم از شیعه های غیر اثناعشری و اهل سنت و الجماعت. و عدونا که دشمن ما هستند الذين لا يعلمون، اونا کسانی هستند که نمیدونند. و شیعتنا اولو الالباب، شیعیان ما اصحاب خرد هستند، خردمندان هستند. مبارک باشه برای شما این علمی رو. و جالب اینجا است که در باب تفسیر و تمام تفاسیر شیعه رو اگر از در باب تفسیر، حتی در روایت یعنی روایت حدیثی، اگر روایات اهل سنت رو، تفاسیر اهل سنت رو بردارید، برای شیعه چیزی باقی نمیمونه. برای شیعه چیزی باقی نمیمونه. حتی تفسیر آقای ناصر مکارم که خیلی وقت قبل من مطالعه کرده بودم، در بحث مراجعش که آوردند، از حدود فکر کنم حدود 16-17 تا مرجع داشت این کتاب رو جمع آوری کرده بودند. 10 تاش مال اهل سنت و الجماعت هست. اصلا شیعه چیزی به نام تفسیر قرآن نداشتن. قدیمی ترینشون همین تفسیر قمی هست که یک جلد هست و با اون همه استاد تفسیر دارن. چطور ندارن؟ مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم یکی شدن، یخرج منهما اللؤلؤ و مرجان، لؤلؤ و مرجان از اونها خارج شد، یعنی حسن و حسین. مگه این تفسیر نیست؟ و جالب این است که خودشون به خاطر این که اگر بخواهند این تفاسیر رو تو کتاب خودشون فقط بیارن و روایت اهل سنت رو کنار بزنند، قرآن در واقع مضحکه میشه برای تمام مردم. یک کتاب فقهی میشه، نه کتاب آسمانی.
به خاطر این است که خودشون متوجه شدن اومدن در باب تفسیر از روایات اهل سنت و الجماعت در واقع استدلال میکنند. منتها در کتاب تفسیر نمونه آوردند که مراجع و تفاسیری که مورد نقد قرار گرفته، یک کلمه اضافه کردم تا یک شیعه ساده بخونه بگه که نه این روایت کتاب اهل سنت رو ما آوردیم به خاطر اینکه رد بکنه. خب شما تفسیر شیعی نوشتید، نه ردی بر کتاب‌های در واقع اهل سنت. اون کسی هم که مطالعه بکنه می‌بیند که اینها چگونه اومدن روایات اهل سنت را و تفاسیر اهل سنت را مختصر کردن و گرفتن از کتاب اهل سنت و در اونجا در واقع اضافه کردند که ما با یکی از دوستان جناب استاد سلیمانی برنامه داشتیم که در این باب به صورت مفصل یعنی بیایم این کتاب بررسی بکنیم که ان شاء الله اگر خدا توفیق بده شاید این برنامه رو هم بینندگان عزیز شاید که ببینند ان شاء الله خدا توفیق بده که این برنامه اجرا بشه. به هر صورت یک ادعای در اینجا در واقع انجام شده و جالب هست که این کسانی که روایات را جعل کردند آشنایی با قرآن نداشتند، یعنی که این آیه مدنی هست یا مکی هست، در مورد کی بوده، سباق و سیاقش رو در نظر نگرفتند. آیات مشابهی که در این زمین اومده در جاهای دیگر مثل این کلیفی که آقا میگفتند هر جا دین اومده علی هست، خب در بعضی جاها نمیشه که همه چیز رو هر جا که دین هست اونو به نام علی بکنیم، وگرنه این یک نوع افتضاحی به بار میاد، اهانت به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است که هیچ عقلی در واقع رو قبول نمیکنه. این آیه در سوره زمر هست و این سوره مکی هست. در اون زمان در واقع ائمه کجا باشند که الذین یعلمون یعنی ائمه باشند؟ دشمنان ائمه کجا بودن؟ اصلا بحث امامتی مطرح نشده بود که یک گروهی بشن چون که امامت رو قبول کردن شیعیان علی، یک گروه دیگر چون که امامت رو قبول نکردن بشن دشمنان علی. یا اصلا بحث شیعی وجود نداشت که بگن اولوالالباب یعنی شیعیان حضرت علی رضی الله عنه، شیعیان اهل بیت. خود اهل بیت وجود نداشتن در مکه، هیچ کدام از ائمه‌شون به دنیا نیومده بودند، امامت علی اعلام نشده بود، در غدیر قوم اعلام شد، در آخرین فرض الهی بنابر روایت شیعه بوده، هیچ کدوم از اونجا به دنیا نیومدن. نه اهل بیت رسول الله بودند که اونها رو بگیم که عالم هستند، نه دشمنان اهل بیت بودند که اونها رو بگیم که کسانی که نمیدانند دشمنان اهل بیت هستند، و نه شیعی وجود داشته بگیم که این شیعیان اولوالالباب هستند. این سوره اصلا سوره مکی هست. و غیر از این در آیات قرآن کریم وقتی ما میبینیم به هیچ عنوان این آیه نمیتونه مصداق داشته باشه و شیعیان اولوالالباب باشن، تعبیری که در اینجا آمده که و شیعتون اولوالالباب و اولوالالبابی که در این آیه ذکر شده یعنی ما شیعیان ما هستند. به طور مثال الله متعال در سوره عنکبوت میفرماد و تلک الامثال نضربها للناس، این مثال ها رو ما برای مردم میزنیم. الله متعال مثال میزنه در قرآن کریم برای تبیین هر گونه مسائلی. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما، الله متعال شرم ندارد از اینکه یک مسئله رو برای بیان حق و برای تبیین یک مسئله برای مردم بیان بکنند. و در ادامه میفرماند و ما یعقلها الا العالمون، فقط شیعیان اینو در واقع فقط یعنی عالمان میفهمند. اگر بگیم که فقط عالمان میفهمند یعنی قرآن رو فقط اهل بیت میفهمند. خب در اون زمان اصلا اهل بیتی وجود نداشته. فقط عالمان بفهمند یعنی قرآن رو فقط ائمه شیعه بفهمند. خب دلیل این که رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع مبعوث شدند که لتبین للناس ما نزل الیهم، که رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن رو تبیین بکند برای مردم، فایده‌اش چی است؟ وقتی یک قرآنی اومده برای مردم که هیچ کسی اون رو نمیفهمد بجز ائمه شیعه، چه فایده از این قرآن؟ من به عنوان یک مسلمان یا میلیون ها و میلیاردها مسلمانی که روی زمین خواهند آمد، اونها از این قرآن چه استفاده میبرند؟ فقط و فقط ائمه شیعه میفهمند. لا یعقلها الا العالمون، فقط عالمان میفهمند. عالم هم کی هست؟ اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردش الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما ارسلناک الا کافة للناس، یعنی پس معنی نداره. عملا یعنی عرض کردم که هیچ گونه معنی رو نداره. کافة للناس شیعه معتقد هست که علی رضی الله تعالی عنه فقط و فقط دروازه علم رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. یعنی هر کسی از طریق غیر علی یک علمی رو گرفته باشه هیچ گونه مصداقی رو نداره. خب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئولیت داشتند که برای تمام مردم این موارد رو بیان کردند. برای ابوبکر، عمر، عثمان، علی، فلان و فلان، سلمان و بقیه بیان کردند. الان یک فردی اومد به طور ابوبکر، عمر، عثمان رو ما بگذاریم کنار، ناصبی بودند و خلافت رو غصب کردند و به قول شما هر نسبتی رو میدید. خب علی رو، سلمان رو قبول دارید،
مقداد رو قبول دارید، ابوذر رو قبول دارید. خب همین چیزی رو، تبیینی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده برای حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه، اگر یک مسلمانی بیاد از سلمان دین خودش رو بگیرد آیا اعتبار ندارد؟ سلمان هم که یک صحابی صادق بوده، عادل بوده، بنابر شما هم قبول دارید و اونم از رسول الله شنیده. همون چیزی رو که علی شنیده سلمان هم شنیده. یک فردی بیاد از سلمان اینو قبول بکنه، بشنوه، بر اون عمل بکنه، آیا قبول نیست؟ خب ما اومدیم در واقع یک تضاد و تناقض بسیار عجیبی در اینجا وجود داره که شیعه معتقد هست که از رسول الله فقط باید به علی برسه و از علی فقط به حسن، از حسن فقط به حسین. اگر شما از طریقی غیر از این طریق اومدید دین رو یاد گرفتید، در واقع دین برای شما معتبر نیست. شما در واقع ولو این که بر حق باشید، ولو این که اون عملی فقهی رو که انجام دادید حق باشه، باز هم بر ضلالت هستید، زیرا که از راه اصلی و منهج اصلی شما اینو نگرفتید. حالا من سوال میکنم از شیعیان، شما 12 تا امام دارید، 12 تا امام دارید. خب تمام این ائمه بر حق بودن، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. تمام این ائمه در علمشون و در حکمتشون و در امامتشون با همدیگر مساوی هستند. روایت شیعه در این زمینه فراوان هست. شما معتقد هستید که ائمه شیعه مرده و زندهشون یکی هست، مرده و زنده در واقع ندارند. همون گونه که به امام زنده میشه توسل کرد، به امام مرده میشود. همون قدرت و اختیاری رو که امام مرده دارد، امام زنده هم دارد. اون توانی رو که امام زنده دارد، امام مرده هم دارد. یعنی در میان ائمه شما، در میان زنده و مرده هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. خب الان سوال من این هست که اگر یک شیعه ای اومده باشه این دین رو به جای این که از علی گرفته باشه، از آخرین امام گرفته باشه، که شما چیزی رو از آخرین امام نگرفته باشید، اینو از علی گرفته باشه، آیا امامتش درسته یا درست نیست؟ یعنی حرفش درسته، عمل کرده یا نه؟ به تعبیر دیگر، اگر یک شیعه ای اومده باشد هر چیزی رو که علی گفته باشد بر اون عمل بکند و به بقیه ائمه ایمان نداشته باشد، به بقیه ائمه ایمان نداشته باشد، تمام روایتی میگیرد فقط از علی میگیرد، آیا این بر حق هست یا بر حق نیست؟ آیا عمل کردن بر مذهب امام علی امروزه، بر اقوال امام علی برای ما جایز هست یا جایز نیست؟ یا حتما باید اون کنار بذاریم، این تاریخ مصرفش تمام شده، امام دوم تاریخ مصرفش تمام شده، الان امامی که مصرف داره و تاریخ داره فقط امام مهدی هست، بقیه هم باید ما کنار بذاریم. اگر قرار این گونه باشه که تمام اونها رو ما کنار بگذاریم، از مهدی شما چیزی برای دین باقی نمونده. شما حتی یک حدیث از مهدی و یک حکم شرعی از مهدی ندارید. اگر نه همهشون معتبر هستند، اون شیعیانی که از این ائمه گذشته شما رفتند کسب علم کردند، بر اون دین اونا عمل کردند و جز شیعیان اثنا عشری نبودند، خب دین اونها باید در واقع صحیح باشه. عرض کردم که این روایات صراحتاً یعنی با قرآن کریم و با سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم در تضاد هست. و یا اینکه الله متعال می‌فرماید در سوره فاطر انما یخشی الله من عباده العلماء، که علما از الله میترسند. آیا غیر از علما که آقای مدعی هستند در اینجا که هر جا که در قرآن کسی رو الله متعال وصفش کرده به علم، یعنی اهل بیت رسول الله، ائمه شیعه هستند، آیا غیر از ائمه شیعه کسی از الله متعال نمیترسند؟ حضرت فاطمه از الله نمیترسید، ابوذر، مقداد، سلمان و بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کسی از الله متعال نمیترسید، فقط ائمه 12گانه شما از الله میترسند. بقیه فرزندان حضرت علی، بقیه فرزندان ائمه بزرگوار شما، تمام مسلمانان در طول تاریخ کسی از الله متعال نمیترسد، صرفا یعنی علمای یا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله متعال میترسند، که این در واقع هیچ گونه مصداقیتی رو نداره و با هیچ عقلی در واقع این صادق نمیاد. و غیر از این جالب اینجا هست گفته شیعیان اولوالالباب هستند. هر جایی که در قرآن اومده باشه که اولوالالباب یعنی در واقع شیعیان هستند، این به هیچ عنوان نمیتونه که این در واقع حرف امام باشه یا حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. الله متعال در خود همین سوره در آیه 18 سوره زمر میفرماید الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اولوالالباب را الله متعال معرفی میکند، آن کسانی که حرفهای مردم را میشنوند یا حرف را، دعوت را، ندای در واقع دیگران را میشنوند، فیتبعون احسنه، اون چیزی که زیباتر هست، بهتر هست، با عقل و منطق سازگارتر هست، با واقعیت سازگارتر هست، اونو در واقع اتباع میکنن. حرف مردم رو گوش بکن، اونی که خوبه اونو قبول بکن، اونی که زشت است اونو در واقع ردش بکن، قبولش نکن. اولئک الذین هداهم الله، اینا کسانی هستند که الله متعال اونها رو هدایت داده. و اولئک هم اولوالالباب، اولوالالباب اینا هستند. آیا غیر از شیعه کسان دیگر
یعنی اتباع از حق نمی کنند. اون چیزی که احسن هست اونو نمیتونن تشخیص بدن، اونو در واقع پیروی بکنن. قطعا این گونه نیست. غیر از شیعه و مردم دیگری بودند که اولوالالباب در واقع هستند. غیر از این عرض کردم که این آیه و این سوره مکی هست. در اون زمان اصلا اولوالالباب شیعه کجا بودند که اولوالالباب باشند؟ اصلا ائمه شیعه وجود نداشتند، چه برسه که به شیعه در واقع وجود داشته باشه. غیر از این ما میبینیم که الله متعال تورات رو ذکر کرده که این هدایتی هست یا پندی هست برای اولوالالباب، برای اولوالالباب. یعنی تورات رو الله متعال برای شیعیان نازل کرده. اون گونه که آقایون ادعا دارند که توراتمون دست نخورده امروز با امام زمانشون هست. یعنی شیعیان به تعبیر دیگر یعنی همون یهودیان هستند که باید پیرو تورات باشند. معنیش همین می شود. الله متعال میفرماد ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب. ما به موسی هدایت دادیم، مایه هدایت رو دادیم به موسی و کتاب رو به ارث دادیم به بنی اسرائیل. هدى و ذکر لاولی الالباب. تورات رو که ما دادیم به عنوان هدایت و ذکری برای و تذکری مایه پندی برای اولوالالباب. اولوالالباب یعنی شیعه. تورات یعنی برای شیعه در واقع نازل شده. این معنیش این می شود و به هیچ عنوان هیچ انسان عاقلی چون این حرفی رو در واقع قبول نمی کند. الله متعال در سوره آل عمران می فرماد که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. در آفرینش آسمان ها و زمین و گذشت شب و روز پیهم در واقع میاد. این در واقع یک نوع آیه‌ای هست، معجزه‌ای هست برای اولی الالباب. آیا غیر از شیعیان از این خلقت آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز پند نمیگیرن؟ الله متعال صراحتا در ادامه این آیات میفرماد که اولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اولی الالباب کسانی هستند که الله متعال را در قیام و قعود و خوابیده ذکر میکنند و در خلقت آسمان ها و زمین در واقع تدبر میکنند. غیر از شیعیان افراد زیادی هستند که در واقع در آیات قرآن، در آیات قولی الله متعال و در آیات کونی الله متعال در زمین و آسمان در واقع تدبر میکنند و شاید هم شیعیان در این زمینه کمترین سهمیه رو داشته باشند. غیر از این بر بگردیم به خود روایات همین ائمه، به خود روایات همین ائمه. همین ابی جعفری که در اینجا هر دو تا روایت رو از ایشون در واقع نقل کردن. هم روایت اول از ابی جعفر هست، جابر نقلش کرده، هم روایت دوم که از خود همین جابر هست از ابو جعفر نقلش کرده که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، که شیعیان ما اولو الالباب هستند. اولوالالباب شیعیان ما هستند. خود همین امام ابو جعفر امام باقر میگوید که لو کان الناس کلهم لنا شیعا لکان ثلاثه ارباعهم شکاکا. اگر تمام مردم روی زمین شیعه ما هم میشدن، سه چهارم اونها در واقع یعنی شکاک بودند، تردد داشتند و شک داشتند در امامت ما. و الربع الاخر احمق، و یک ربع دیگرشون احمق بودند، نه اینکه اولوالالباب باشند. و همین تعبیرات از بقیه ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع ذکر شده و مواردی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شیعیان را نکوهش کردند و در واقع اونها را نفرین کردند، هم علی هم حسن و هم حسین، موارد بسیار زیادی هستند که در کتاب نهج البلاغه و در کتاب‌های دیگر شیعه کاملا این موارد در واقع ذکر شده. جزاکم الله خیر. جناب استاد اگر اجازه بدید بریم سراغ تماس‌ها یا مطلبی مونده که بله میان برنامه میگیریم و بعد از اون انشالله تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت. همونطوری که در شروع برنامه گفتم امیدوارم که علمای شیعه بتونن راجع به این دروغ‌هایی که در کتاباشون و تناقضات و تضادهایی که وجود داره زنگ بزنن و انشالله صحبت بکنن و از عزیزانی که تماس میگیرن خواهش میکنیم که فقط در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنن. با هم میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تناقض در تفسیرهای بی ربط آخوندان. و در حدیث اسبغ ابن نباته امیرالمؤمنین آیه نور رو الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فرمود المشکات محمد، فرمود المشکات محمد. کمشکات فیها مصباح فی زجاجه، سوره نور آیه مفصلیه. عن موسی بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عن قوله كمشكات فيها مصباح قال المشكات فاطمة
قال المشکات فاطمه. و در حدیث اسبغ ابن نباته امیرالمؤمنین آیه نور رو فرمود انا المصباح، فرمود انا المصباح. والمصباح الحسن والحسين، والمصباح الحسن والحسين. كأنه كوكب دري علي بن الحسين، علي بن الحسين. قال كانت فاطمة كوكبا دريا من نساء العالمين. نمیخواد ترجمه کنم. كانت كوكبا دريا من نساء العالمين. يوغد من شجرة مباركة محمد بن علي، يوغد من شجرة مباركة محمد بن علي. يوقد من شجرة مباركة. الشجرة المباركة إبراهيم، الشجرة المباركة إبراهيم. لا شرقية موسى بن جعفر، لا شرقية موسى بن جعفر. لا غربية علي بن موسى، لا غربية علي بن موسى. لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، لا يهودية ولا نصرانية. يكاد زيتها يضيء محمد بن علي. يكاد زيتها يضيء. قال يكاد العلم، علم از این بیبی به همه دنیا منتشر شد. شیعیان معتقد به عصمت ائمه خود هستند و معتقدند هر آنچه آنها میگویند حق است. تعارضی که در گفته‌های این دو آخوند دیده می شود، در حقیقت تعارض در میان گفته‌های امام معصوم است. این آخوندها با این تفاسیر متعارض از آیات یا باید عصمت امامان را منکر شوند و یا بپذیرند که این روایات جعلی هستند و هیچ اصل و اساس و پایه‌ای ندارند. بله بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش پایانی برنامه. تماس‌های شما عزیزان و شماره تلفن برنامه رو احمد آقا کارگردان عزیز برنامه زیرنویس کردن و شما عزیزان میتونید تماس بگیرید. جناب استاد، تا برقراری تماس‌های عزیزان قبل از این میان برنامه در مورد رأی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد شیعیان صحبت کردید و فرمودید که در نهج البلاغه هم ایشون دل پری داشتن از مدعیان دروغین تشیع. اگر لطف کنید اینو نشون بدید از کتاب نهج البلاغه. در کتاب نهج البلاغه یعنی یک خطبه و دو خطبه نیست، در چندین خطبه، شاید در 10 خطبه هست که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از شیعیان خودشون که بنابر تعبیر روایتی که آقایون جعل کردن اولوالالباب هستند، صاحبان خرد هستند،
حضرت علی رضی الله تعالی عنه وصفی کرده شیعیان را که به هیچ عنوان با اولوالالباب بودن و با خرد در واقع همخوانی ندارد، بلکه خلاف این را ثابت می‌کند. همون گونه که عرض کردم از امام ابو جعفر هم که ایشون گفته بود که شیعیان اگر همه دنیا هم شیعه من باشند 3/4 شکاک میشوند و 1/4 هم احمق از آب در میاند. و روایات دیگری در این زمینه از امام موسی کاظم آمده که میس و شیعتی لما وجدتهم الا واصفه و بقیه ائمه هم از این قبیل روایاتی رو دارن. و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بیشترین ضربه رو از شیعه در واقع متحمل شدند، از کسانی که ادعا می‌کردند که شیعه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هستند و در موارد زیادی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اونها رو در واقع این گونه معرفی کردند که به هیچ عنوان این کلمه اولوالالباب رو نمیتونیم بر شیعیان علی رضی الله تعالی عنه اطلاق بکنیم. به طور مثال ایشون در خطبه 97 نهج البلاغه مطالب زیادی رو ذکر کردند که اما والذی نفسی بیده لیظهرن هؤلاء القوم علیکم ليس لأنهم أولى بالحق منكم ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حق. این اولین ذکر میکنه که اونها با اینکه بر باطلند اما حرف شنوی دارند، اما شما هیچ اونان حرف شنوی از من ندارید. و ابطائكم عن حقی ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی. میگه مردم از ظلم راعیان خودشون، حکم فرمایان خودشون، پادشاهان خودشون میترسن، اما من از ظلم رعیت خودم میترسم. یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه از ظلم رعیتش کی هستن؟ شیعیانش هستن. استنفرتکم للجهاد فلم تنفروا. من شما رو دعوت دادم برای جهاد نیومدید. خب کی رو دعوت داده؟ طلحه و زبیر رو که دعوت نداده، شیعیان خودش رو دعوت داده. و اسمعتکم فلم تسمعوا. صدام رو بلند کردم شما بشنوید اما نشنویدید. و دعوتکم سرا و جهرا فلم تستجیبوا. سر در پنهانی و آشکارا شما رو صدا زدم، دعوت دادم اما شما اجابت نکردید. و نصحت لكم فلم تقبلوا. شما رو نصیحت کردم قبول نکردید. اشهود که غیاب. آیا شما شاهدید حاضرید مانند غایب، یعنی گویا که اصلا نمیشنوید. و عبید که ارباب. برده اید مانند ارباب عمل میکنید. اتلو علیکم الحکم فتنفرون منها. من حکمت ها رو بر شما بازگو میکنم، شما از آن فرار میکنید، نفرت دارید از آنها. وعظکم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها. من با موعظه بلیغه و بالغه شما را وعظ میکنم اما شما از من متفرق میشید و پراکنده میشوید. و احثکم علی جهاد اهل البغی فما آتی علی آخر القول حتی اراکم متفرقین آیات 7. من شما را دعوت میدهم برای قتال و جهاد اهل بغی اما هنوز حرفم تمام نشده، میبینم که شما در واقع از من متفرق شدید. آیا این افراد میتونند که اولوالالباب باشند؟ اگر اولوالالباب اینه پس بر همون بیعقلش صد رحمت باشه. در ادامه میفرماید که لوددت والله ان معاویه صارفنی بكم صرف الدینار بالدرهم. به خدا قسم من دوست دارم که معاویه با من معامله بکند افرادش را مثل معامله دینار و درهم. فاخذ منی 10 منکم. 10 نفر از شما اولوالالباب از من بگیره و اعطانی رجلا منهم. یک فردی نادان و بیعقلی از خودش به من بده. این میشه معنیش دیگه. 10 نفر از شیعیان خودش رو بده به معاویه، معاویه فقط یک نفر رو بده به علی. یا اهل الکوفه منیتم بکم بثلاث و اثنین. من گرفتار شدم با شما. صم ذو اسماء. کرانی که گوش دارند میشنوند، کرهایی که میشنوند و لاله هایی که صحبت میکنند، گنگند اما صحبت میکنند. و عمیون کورند اما چشم دارند. لا احرار صدق عند اللقاء. در هنگام جنگ شما آزاده نیستید و صداقت ندارید. ولا اخوان و ثقت عند البلا. و در هنگام بلا و مصیبت هم شما برادران حقیقی و راستینی نخواهد بود. تربت ایدیکم. خاک بر سر شما، دستتون به خاک آلوده بشه. یا اشباه الابل غاب عنها رعاتها. ای اشباه ابل، مشابه شبیه شترانی هستید که در واقع شترچرانانشون در واقع از بین رفتند، اونها رو رها کردند. یا در جای دیگر اونها رو میگه که عقل شما مانند عقل در واقع دختران هجله نشین و باکره‌ای هست که هیچ گونه تجربه‌ای رو در واقع ندارن. و توصیفات خیلی زیادی ان شاء الله اگر الله متعال توفیق بده، اوصافی رو که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از شیعه ذکر کرده، گلاهی رو که داشتن، ان شاء الله در یک سری برنامه مفصل ان شاء الله برای بینندگان بیان بکنه. جزاکم الله خیر.
تماس‌های شما عزیزان رو میگیریم. اولین بیننده، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. تماس بعدی، عزیزانی که تماسشون برقرار میشه لطفا صدای تلویزیون رو ببندن. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شب عالی متعالی استاد بزرگوار جناب آقای محمد آقای انصاری. سلامت باشید آقای رضایی، بفرمایید. زنده باشید انشاءالله استاد. محضر شریفتون عرض کنم که استاد چه بسا دیده شده است که ما خودمونم شاهد بودیم در این مسئله که در یه موضوع دکتر، مثلا من خودم پیش دکتر متخصص برای یه مشکلی رفته بودم، بیمارهای زیادی هم نشسته بودن، همه اونم توی یه سردرد میگرن، مثلا از نوع میگرن، ولی نوع طبابت فرق میکرد. یعنی وقتی من میرفتم گفتم آقای دکتر سرم درد میکنه، فرض کن من عموزاده با هم رفته بودیم داخل و از دکتر تقاضا کردیم با هم بریم، هم من میگفتم همینجور پیشونی سرم درد میکنه، پشت گوشام درد میکنه، گوشون هم همینجور بود. طبابت که میکردن، بعد وقتی دارو برام نوشتن، داروها خیلی متمایز و متفاوت از هم دیگه بود، اصلا قابل قیاس نبود. و چه بسا در جامعه دیده شده است که یکی دل درد داره، اونم یه دل دردی داره، بعد اینا را سفارش میکنن نکنید بدون مشورت با طبیب داروی همدیگه رو اینا را مصرف کنید. یکی رفته باشه دکتر و چون اون دلش تازه از این دارو، ملاحظه به اون چیزی میگم که گفتی بحث آقای امام صادق علیه السلام گفت که 3 نفر رفتند و 3 جور برای حضرت برشون جواب داد. بعد به زراره حضرت وقتی ازش سوال کرد، حضرت فرمودن که این برای اونا مفید بود. حضرت جواب چیزی سربالایی که به اینا نداد، که برای همون تجویز همون دردی که اینو داشتن، درد دین که داشتن، دارویی که حضرت براشون تجویز کرده بود همون دارویی که بهشون داد. و زراره را هم که جوابش داد، در اون مقطع زمانی همون جوابی که زراره گرفته بود همون براش مفید بود. چرا؟ چون من و شما، البته شما رو عذر میخوام بی ادبی نشه، خودم رو میگم، قرآن به من میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. من علمم کم است، اما قرآن میفرماد یک نفرم نبا، یه دسته رو میفرماد فی صدور الذین اوتوا العلم. و نه شما و نه ما هیچ کدوم ما هم بنویسیم که امام صادق علیه السلام، جعفر بن محمد، در علم رتبهش پایین باشه. ایشون رو لااقل شما به دیده یا عالم قبولش دارید، یا آدمی که با علما از سایر علما قابل قیاس نیست. پس اگر چنانچه حضرت اونجا اونطور تجویز کردن، تجویز به جا بوده است و نمیشه برای اون مسئله خورده گرفت که حضرت مثلا اینا رو مسخره کرده، علیاذ بالله. تشکر از شما. ذکرم در مورد ذکر، بله در مورد ذکر، ببینید ما رسول الله را تحت عنوان رسول الله میشناسیم، پیامبر میشناسیم، محمد میشناسیم، ابوالقاسم میشناسیم، احمد میشناسیم، محمد میشناسیم، و یکی از القاب خاتم الانبیا هم به نص قرآن کریم میتونه ذکر باشد، اون جایی که آیات قرآن تصریح میکنند. حالا یه جایی که آیه قرآن ذکر و مراد چیزی است، خب اون که اصرار نمیکنیم نه این ذکر هم حتما محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در مثلا در سوره طلاق آیه 10 قرآن میگه اینجا محمد ذکر است. خب ما چه اشکال داریم که اینجا حالا یکی از القاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم را هم ذکر چیز کنیم، پندار داشته باشیم؟ اشکالش کجاست استاد بزرگوار؟ که حالا بگین فاسالو از اهل الذکر، ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد و اهل الذکر اهل بیت، و اهل بیت هم نه اینکه مثلا فرض کن کسانی که به رسول الله منتسبن از لحاظ فامیل، اونهایی که در نزد ما ائمه ما هستند، ائمه 12 گانه ما، اینها اهل ذکر باشن که از پیامبر گرفته باشن، علم پیامبر رو گرفته باشن، و اینها چون غیر از نه استاد از کی ما میتونیم بپرسیم؟ جناب آقای رضایی، حرف شما متین، منتها اگر متوجه شده باشید ما نقدی که آقای خویی امام اکبر مراجع شیعه در وقت حاضر بر این روایت 4 آورده بودن خیلی جالب بود. اگر دقت فرموده باشین ایشون فرمودن که الله سبحانه و تعالی وقتی که در این روایت احمد جان اگر نشون بدی، این روایت 4 کتاب کافی که الله سبحانه و تعالی میگه که و انه لذکر لک و لقومک، در اینجا ذکر رسول الله، قومک اهل بیت،
درسته؟ مخاطب کی است؟ مخاطب کی است در این آیه؟ مخاطب کی است؟ در جای دیگه قوم را امت میگه، مثلا حضرت لوط رو میفرماد. نه سوال آقای خویی این است، سوال آقای خویی این است که میگه که اینجا مخاطب کی است؟ سوال آقا خویی از کی؟ از ما سوال کرده یا از خودش؟ از خودش نه، نقد کرده روی این روایت صحیح که میگن حدیث صحیح اصول کافی، نقد کرده، گفته که این منظور اینجا مخاطب کی است؟ خب قطعا این قومش نه که فاطمه و حسن و حسین باشن، قوم پیروان حضرت اصحاب. نه خب در میگه که و اهل بیته المسئولون هم اهل الذکر. اهل بیته مسئولون. ببینید جناب آقای و اهل الذکر، میگه اهل ذکر رسول الله، اهل الذکر اهل بیت رسول الله. خب باشه جناب آقای رضایی، ان شاء الله جناب استاد در این مورد صحبت میکنن. سوال دیگری هم دارید؟ سوال من این میخوام بگم. ببینید جناب استاد بزرگوار، شما هر وقت میخواین بر ما اشکال کنید بر مکتب ما، اگر از گفتار ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بر ما خورده بگیرید، وگرنه آقا خویی هم رحمت الله علیه هم اوشون هم فردی است مثل ما، اوشون هم در زمان خودش دانشمندی بوده است، چه بسا الان دانشمندانی ظهور کنن که به مراتب بتونن اوشون رو نقدش کنن. خب من الان از ابی عبدالله علیه السلام امام جعفر صادق در همین باب در کتاب کافی روایت 4 و روایت 5 دو روایت صحیح که از ابو بصیر نقل شده که آقای مجلسی هم در کتابش آورده در مرآت العقول که هر دو روایت صحیح هست. در روایت اول در روایت 4 میگه که در اینجا میگه الذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر است و اهل بیته المسئولون و هم اهل الذکر. در روایت 5 میگه که الذکر قرآن و نحن قومه و نحن المسئولون. در یک روایت میگه منظور از ذکر رسول الله هست، در یک روایت میگه منظور از ذکر قرآن است. این تناقض نیست؟ تناقض نیست، نه. ذکر مسلما قرآن هست. خب ما چه محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ذکر به عنوان اسم لقب حضرت چه این رو به چیز کنیم، ذکر مسلما قرآن. اونجایی که قرآن و رسول الله اینها به اصطلاح میخوام انتخاب کنیم، میگیم خب قرآن ذکر و محمد صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر کننده این ذکر. در کجا گفته اینو؟ روایتی دارید در این مورد؟ روایتی شد استاد، دیدم الان خدا میده تو نظرم نیست. دیدی اختم همچین با تأمل میگفتم، گفتم وقت عبارات رو جوری نگم که خدای نکرده برای خودم مسئولیت شرعی درست کنم. تشکر از شما، الله مطالعتون کنه. تشکر از شما، خدا نگهدار. خدا حفظتون کنه استاد. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من سیامک هستم از دوستان. آقای سیامک کمی بلندتر صحبت کنید. آقای سیامک صدام میاد انصاری؟ بفرمایید. سلام دارم خدمت استاد عبدالفتاح گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. و استاد صحن. من آقای رضایی خیلی سوالای عجیب و غریبی میکنم. میخوام فقط یک سوال بکنم و اشتاد نکته کنم برای میشه آقای رضایی بگوید اهل بیت پیامبر که توافقان باشد آنها کلمه گفته حدیثی گفته باشد که پیامبر نفرموده باشد و حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان و حضرت علی آنها پیش گناه اجرا نکرده باشد. من فقط میخوام بدونم اونها برادران اهل سنت هستند یا برای ائمه اونها هستند، ولی برای بزرگ ما چون من خودم یه پسر یه پسر عمود ارمه باور کنید مهدیه. من تعجب از این آقای اهل من تو این میدونم سربیزه گرفتن، اینا نمیدونم این ائمه چی گفتن، پیامبر و قرآن چی گفتن. فکر میکنم به نظر من فکر میکنم این امام جعفر صادق عبدالله که تمام شروعات متاسفانه نسبت میکنم، یعنی الان میگویم ما خودم میکنم آوات 2 سال از عادی نفت داشتم به این خاطر که تو
هست. تو حدیثی است که مکاتب شیخ صدوق گفته بود از ابی عبدالله از توتا بی احسیتر و پسیتر ندیدم. اینا پیامبر به هم نبود، اصلا عمیدیت نکنید. آفینم به سبار اینم گفته بود. من از غیر ذلك فقط این سوال فقط بگوید اهمیت گفتن که پیامبر نگفته باشد. فقط همین. درست. تشکر از شما. فقط همین. تشکر آقای سیامک. از سوالی برای من دارم ممنون میشم که برای شما به این جواب من پاسخ خیلی ممنون. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدار. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، محمد هستم از دانمارک. فقط می‌خواستم بگم تشکر میکنم از برنامه خوبتون و سلام برای استاد گرامی هم برسه. تشکر. و بازم تشکر خداوند متعال برای کلتان انشالله قدرت بیشتری بده که بتونین. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر محمد جان. الله متعال حفظتون کنه. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. بفرمایید لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. چشم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشالله خدا نگرت داره. 1 2 پیغمبر نگرت داره. 3 اصحاب پیغمبر نگرت داره. من هر کی زنگ میزنم تلفن اشغال موفق نمیشم جناب آقای انصاری. انشالله که موفق و مؤید باشی. تشکر میکنم ازت. هیچ دیگه کاری ندارم. تشکر از شما. و خیلی هم دوستت دارم. از پسرم هم بیشتر دوستت دارم. سلامت باشید. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. زنده باشید. تشکر میکنم ازت. هیچ دیگه کاری ندارم. سلامت باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. تشکر از شما بیننده گرامی. الله متعال حفظتون کنه. زنده باشید. انشالله که همیشه قدمت قرار باشه. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بفرمایید. الو آقای انصاری. بله بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ خسته نباشید. من علی هستم، از اصفهان زنگ میزنم. آقا علی از اصفهان. بفرمایید. در مورد روایت هایی که از کافی صحبت کردیم اگر مطلبی دارید میشنویم. آقای انصاری میبخشید من اطلاعات زیاد درباره اسلام نداشتم، ولی یه کتاب قدیمی مال هولوش یه 700 سال پیش مال دست ما رسیده. حالا اگه بتونم این جزوه هاشو براتون بتونم بفرستم یا به یه طریقی، من با این کامپیوتر و اینا اطلاعی ندارم، ولی یکی این که درباره مثلا این وضوع سنی و شیعه صحبت کرده، یکی درباره این که این قرآن طی 23 سال که به پیامبر نازل شده لیلة القدر، یعنی تو این 1 سال که یعنی هر سال لیلة القدر لوح محفوظ رو تو این کتابه نوشت، نه اینا رو من خودم بگم، روح و جبرئیل و ملائکه یه دلایلی گفته است که چون اینا میخواستند ملائکه به خاطر اینکه تو محیط خلأ میخواستند بیان روی زمین و این بیارن، احتیاج به روح هست. یعنی روح در فیزیک این است که ما چیزی یا میبینیم ولی لمسش نمیکنیم، مثلا مثل باد یا بادی که گرد و خاک باشه، یا مثلا ابر، این ابر روحه. اینا مثلا در فیزیک گفته، اینا در کتاب، این کتاب قدیمی گفته. بعدن هر سال لیلة القدر مثلا تو این 1 سالی که تو این طی 23 سال هر سال جبرئیل به پیامبر نازل می شده، شب لیلة القدر نوشته است که جبرئیل به پیامبر نازل می شده و می گفته این 1 سال چیزایی که من برات تو گفتم بگو، و با لوح محفوظ تطابق می کرده، اشتباهات را برطرف می کرده و باز دوباره این لوح محفوظ را به آسمان ها می برده. حالا اگر یه موقع مثلا بحثی باشه،
و یکی این که درباره الف لام میم علی جان برادر عزیز، علی جان برادر عزیز، اگر شما لطف بکنید این جزوه را اگر بتونید از طریق ایمیل برای ما بفرستید، این تنها راهی است که شما میتونید این کتاب ارسال بکنید. ان شاءالله دوستانمون در بخش علمی شبکه مورد بررسی قرار میدن. تشکر از تماستون. من بیانم صحبت می‌کنم یه لحظه. آقای انصاری، این درباره الف لام میم یعنی رموز قرآن، بله، درباره این رموز قرآن 8-9 تا رموز قرآن رو فاش کرده. یکی الف لام میم که ادلام، لام میم نون واو هیه یعنی که ادلام که خلقت انسان، واو. متاسفانه تماس علی آقا برادر عزیزمون قطع شد. ما منتظر هستیم که این کتاب رو بفرستن، انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد در این برنامه. بله سلام علیکم، بفرمایید. تماس آخری، بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای خوبین؟ سلامت باشید. تشکر از شما. متاسفانه تماس آخری قطع شد. جناب استاد، آقای رضایی خودتون شنیدید، یکی این که ائمه که دو جواب دادن مثل دکتری میمونه که برای هر بیماری یک دکتر مثلا به یکی پراستامول داده، به یکی پانادول داده، حالا هر دوتاش مسکن برای درد است. ایشون این گفتند که شاید امام تشخیص داده که در واقع قیاس کردند که مثل پزشک باشه، چه بسا شاید بیماری یک در واقع بیمار با توجه به این که بیماریش در مراحل ابتدایی باشه یا نهایی باشه، شاید یه روش درمانش متفاوت باشه. در این ما هیچ گونه شک و شبهه‌ای رو نداریم، اما قیاس مسائل دینی بر این گونه مسائل مادی هیچ گونه، یعنی قیاس مع الفارق و نادرستی هست. بالفرض این که بگیریم که این قیاس درستی باشه، خود امام جعفر صادق در این روایت علت این رو که جوابهای متفاوتی داده اینو بیان کرده، یعنی جایی برای شک و شبهه نگذاشته که من بگم که شاید این مسئله برای اون بهتر بوده، این مسئله برای اون سوال بعدی بهتر بوده، این جواب برای سوال سومی بهتر بوده. اگر امام خودش یعنی این هدفش رو بیان نمی کرد و انگیزش رو از این تفاوت جواب بیان نمی کرد، حرف آقای در واقع رضایی میشد که یک نوع وجاهتی رو داشته باشه. امام جعفر صادق در اینجا صراحتا این میگوید که بعد از این که آقای زراره سوال کرد، اینا 3 نفر بودند از شیعیان شما اومده بودند که از شما در واقع مسائل شرعی رو یاد بگیرن. دوستان اینو نمایش بدن اگر که دوباره ببینند. ایشون صراحتا این روایت رو در اینجا سوال کردند که دو نفر از شیعیان شما بودند، اومده بودند، هر یکی رو یک جوابی دادید به اضافه جوابی که به زراره داده بود. اجابت به صاحب فقال یا زرار، امام فرمودند علت این که من جوابهای متفاوتی دادم ان هذا خیر لنا و ابقى لنا، نگفتند که من تشخیص دادم که این مسئله برای اون بهتره، این مبتدی هست اون یکی دیگر منتهی هست، این یکی بیماریش کمه اون یکی دیگر بیماریش پیشرفته هست، نه، ان هذا خیر لنا و ابقى لنا، این صرفا به خاطر حفظ جان بوده. وقتی به حفظ جان بوده، پس بنابراین مصلحتی در خود اون مسئله یا خود اون نوع جوابی که داده باشه برای اون سوال در واقع وجود نداره. امام برای این که خودش رو حفظ بکنه، برای این که شیعیان خودش رو حفظ بکنه، یک جواب غیر واقعی داده. غیر از این در یک مسئله فقهی چند حکم مثلا میتونه که از دیدگاه یک مجتهد مثلا صحیح باشه. خب حق در یکی هست، حق فقط در یکی هست، یک نفرشون حق باشه، 2 نفر دیگه جوابی رو که داده جواب نادرستی هست و غیر از این. امام در اینجا صراحتا فرمودند که این به خاطر این است که ما در واقع بقای ما بیشتر باشه، ابقى لنا اقل ان هذا هو خیر لنا و ابقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل لبقائنا و بقائكم. این سبب میشه که ما در واقع از بین بریم. به خاطر امام در واقع حق و واقعیت رو نگفتند. پس بنابراین این توجیه آقای رضایی در اینجا یک توجیه درستی در واقع نیست. گفتن که ذکر، بله ذکرشون گفتن خب چه اشکال داره که یکی از موارد ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، یعنی هم قرآن ذکر هست اونگونه که در موارد زیادی قرآن اومده که دلایل خیلی زیادی هست در این زمینه، و هم رسول الله ذکر باشه و هم علی ذکر باشه که روایت من نشون دادم، و هم تورات ذکر باشه که صراحتا از آیات قرآن هم اینو در واقع من نشان داده باشم. خب قبول کردیم ما،
بالفرض یکی از این موارد که شما میگی ذکر باشه، یکیشون رسول الله هست. اگر ما قرار باشه که این تعدد را قبول بکنیم که هم قرآن ذکره، انا نحن نزلنا ذکر، یا موارد دیگری که در قرآن اومده، و هم رسول الله ذکر هستند، و هم علی ذکر هست، و هم تورات ذکر هست. خب وقتی که قرآن ذکر باشه، اهل قرآن غیر از اهل رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. اهل قرآن این اونای قرآن خوندن، اونای قرآن بلدن، حافظ قرآن، مفسر قرآن. یعنی هیچ گونه تطابقی بین اهل قرآن و اهل پیغمبر وجود نداره. اهل پیغمبر باشند خب یک موارد خاص هستن. اهل علی باشند، باز اهل علی غیر از اهل رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اگر تورات ذکر، اهل تورات غیر از اهل قرآن هستند و غیر از اهل رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. تناقض در تناقض. خب قرآن به ما گفته که فاسالوا اهل الذکر، از اهل ذکر سوال بکنید، و در جایی که قرآن این حرف زده که فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این در مورد ادیان گذشته هست. درست. ما قبلا پیامبرانی فرستادیم قبل از تو، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، پیامبرانی رو قبلا ما فرستادیم. اگر شما شک دارید خب برید از اهل ذکر سوال بکنید، یعنی اهل تورات دیگه. بنابر روایت دیگری که در این زمینه، آیات دیگری که در این زمینه مشخص میکنه که تورات هم ذکر بوده. خب وقتی که الله متعال مطلقاً به ما گفته فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر یک یهودی و یک نصرانی بیاد در اینجا قرآن شما دستور داده که از اهل تورات برید سوال بکنید، از اهل انجیل سوال بکنید، با چه استدلالی ما رد میکنیم؟ از اهل قرآن سوال بکنید، از اهل علی سوال بکنید. خب تمام اینها با هم دیگر در واقع متضاد هستند و نمیشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک از مصادیق ذکر در واقع ذکر بکنیم، بالفرض این که ما قبول بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ذکر باشند. این منظور از ذکر در واقع ایشان باشند که چون این چیزی از آیات قرآن در سوره طلاق ایشون گفتن، چون این چیزی در واقع از آیه قرآن چون این چیز برداشت نمیشه. در سوره طلاق در آیه 10 ایشون اشاره کردن، در اینجا الله متعال میفرماید که اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب. الله متعال برای اونها در واقع عذاب شدیدی را نازل کرده بود. داستان قومی قبلا ذکر کرده، اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب الذين آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا. الله متعال بر شما چکار کرده؟ ذکری رو نازل کرده. قد انزل الله الیکم ذکرا، الله متعال بر شما ذکری رو نازل کرده. مگر الله متعال در ادامه که میفرماید رسولا یتلو علیکم، ایشون از اینجا یعنی این رسولان رو عطف کردن بر ذکرا که عطف بیان باشه، که ذکری یعنی پیامبری رو که یتلو علیکم آیات الله. برداشتشون این گونه بوده که میگن که ذکر در واقع رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در اینجا صراحتا الله متعال فرموده، دقتی بکنید در ترجمه، تمام تفاسیری رو، ترجمه هایی رو که شیعه سنی در اینجا ترجمه کردن برید نگاه بکنید. قد انزل الله الیکم ذکرا، الله متعال بر شما ذکری را نازل کرده، فرو فرستاده. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم از آسمان نازل شده؟ با هیچ عقل و منطق این جور در نمیاد. اما الله متعال رسولی را فرستاده در کنار این در واقع ذکر که قرآن هست، که وظیفه رسول چی هست؟ رسولا یتلو علیکم آیات الله، که الله متعال پیامبری رو هم فرستاده که بر شما آیات الله متعال رو در واقع تبیین میکند. همون آیه که رو در قبلا هم خوندم، آیه 43 و 44 که الله متعال میفرماید که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس، وظیفه شما چی هست؟ برای اینکه برای مردم تبیین بکنید. در اینجا دقیقاً همون مطلب اومده، قد انزل الله الیکم ذکرا، الله متعال به سوی شما قرآنی رو نازل کرده، رسولا و یک پیامبری رو مبعوث کرده، یتلو علیکم آیات الله، که آیات الله رو بر شما در واقع تلاوت میکنند. رسول را میفرستند، رسول را نازل نمی کنند، قرآن را نازل میکنند. تشکر جناب استاد. سوالات آقای سیامک مطلب خیلی جالبی رو اشاره کردن، گفتن که در موردی بیارید که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه هر کس اومده یک سوالی کرده و انواع مختلف جواب داده، اینم یک سوال منطقی است که باید از اینو پرسید. چون این چیزی اصلا وجود نداره. وقتی که یک حکم شرعی رو بدون اینکه نسخ شده باشه و غیر از این خود ائمه صاحب نسخ نیستند، یعنی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمی نسخ نمیشه و در یک جلسه مثلا اومده 3 نفر رو یک جواب داده، اومدن حکم شرعی رو سوال کردن، الان صراحتا نگفته حکم
وضو بوده، نماز بوده، نمیدونم هر چی حکمی بوده، یک حکم شرعی رو سوال کردن. نمیشه بگو تو اینجوری نماز بخون، تو اینجوری نماز بخون، تو اینجوری نماز بخون، تو یکی اینجوری وضو بگیر، تو یکی اینجوری وضو بگیر، اون یکی دیگه هم اونجوری وضو بگیر. خب یکی از اینا صحیحه، یکی از اینا دستور الله متعال هست و نمیتونه که تمام اینها در واقع صحیح باشه. و غیر از این خود امام هم در اینجا گفتند که من به خاطر اینکه جان خودم رو نجات بدم این فتواهای متضاد رو در واقع گفتن، نه به خاطر مصلحتی که در واقع از نظر شرعی وجود داشته باشه یا اینکه یک نوع مداوا و درمان باشه که ایشون قیاس کردن. بله، جزاکم الله خیر. در سوره احزاب آیه 39 الله سبحانه و تعالی میفرماید که الذين یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفى بالله حسیبا. کسانی که پیام الله سبحانه و تعالی رو میرسانن، مثل ائمه که ادعا میکنن طرف الله سبحانه و تعالی منصوب شدن برای رساندن پیام الهی، میگه فقط از الله میترسن و غیر از الله از کسی دیگه نمیترسن. اما متاسفانه میبینیم طبق این روایت امام جعفر صادق از ترس جان خودش به 3 نفر 3 فتوا میده که جان خودش رو حفظ بکنه و این دروغایی است که به امام جعفر صادق نوه گرانقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم زدن. این گونه آیات به هیچ عنوان قابل تطبیق بر هیچ کدام از ائمه شیعه نیست، زیرا که 9 دین را تقیه میدونند و هیچ یک از ائمه شیعه دین را اون گونه که میخواسته نتونسته تطبیق بده یا بیان بکنه. نه علی و نه غیر علی. این آیات به هیچ عنوان نمیتونه مشمول در واقع ائمه شیعه را در بر بگیره. غیر از این نکته دیگری که من یادداشت کرده بودم، یکی از بینندگان عزیزمون گفتند که الله هم شما رو نگه داره، پیامبرم نگه داره و اصحابم نگه دارن. ما تشکر میکنیم از این بیننده عزیزمون. الله متعال ان شاء الله ایشون رو در حفظ و عنایت خودشون قرار بدند و آنگونه که میخواهند الله متعال و میپسندند شما رو آنگونه بگردانند. اما از نظر عقیدتی فقط الله نگاه دارنده هست، حافظ فقط و فقط الله هست. پیامبر و اصحاب و امام و پیر و پیغمبر و بقیه این قدرت رو در واقع ندارند و این جز مواردی هست که جز توحید ربوبیت هست. ما معتقد بر این هستیم که حافظ غیر از الله نیست، صرفا الله هست که حفظ میکند و در واقع مدیریت میکند جهان را. پیغمبر و اصحاب یا ائمه هیچ کسی چنین توانایی رو در واقع ندارند. و بیننده دیگری هم که فرموده بودن قرآن در 23 سال نازل شده و در شب لیلة القدر نازل شده، این هیچ گونه تضادی با هم دیگر نداره. قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا در شب قدر نازل شده و از آسمان دنیا به تناسب در واقع موضوعات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر حسب نیاز در طول 23 سال در واقع نازل شدن. و همچنین ایشون گفتند که این کتابی که دیدند قرآن رو رمزگشایی کردن. ما در قرآن رمزی رو نداریم که نیازی به گشایش داشته باشه که ما رمزی رو باز بکنیم. الف لام میم، الف لام را یا تمام حروف مقطعاتی که در ابتدای سوره اومده، این هیچ گونه رمزی رو و هیچ گونه حکم شرعی رو برای ما در بر نداره. هیچ گونه رمزی رو و هیچ گونه حکم شرعی رو برای ما در بر نداره و تمام کسانی که رمزی رو برای خود یعنی به قول شما گشودن، این حرف خودشون هست، هیچ دلیل و مدرکی بر این نیست. اینو نمیتونیم ما به الله متعال نسبت بدیم. هر چیزی که در مورد حروف مقطعات گفتند که مراد از الف کی هست، مراد از لام کی هست، مراد از را مثلا کی هست، تمام اینها حرفهای بی دلیل و غیر قابل قبول است. مطلقاً هر کسی هم که این حرف را در واقع زده باشه در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ موردی بیان نشده و روایت صحیح در این زمینه نداریم. و قول جمهور مفسرین این است که این در واقع یک نمونه ای هست که الله متعال برای تحدی کرده و کفار و مشرکان قریش را که این قرآنی که من فرستادم از همین الف و لام و را و میم و بقیه حروف در واقع تشکیل یافته. اگر شما توانایی دارید که قرآنی رو مانند این قرآن بیارید، بفرمایید. قرآن بلیغ باشه، فصیح باشه، مانند این قرآن که از این حروفی که شما با اون صحبت میکنید از این حروف در واقع تشکیل یافته. این قول راجع در مورد حروف مقطعات. جزاکم الله خیر. تشکر میکنیم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی که جانب دیگری از تناقضات و دروغ‌های کلینی رو در کتاب الکافی بیان فرمودن. و از تک تک شما عزیزان که بیننده برنامه ما بودید تا فرصت دیگر و حجت بی حجت دیگر، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.